به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و همکاران عزیز و گرامی. قبل از اینکه کار رو شروع کنیم من یه عذرخواهی کنم به خاطر اینکه سرما خوردم و دیگه خلاصه امروز همش نگران بودم که صدام نگیره. دیگه خلاصه با تمهیدات مختلف تلاش کردم که در واقع یه مقدار حال خودم رو بهتر کنم. در هر صورت اگر احیانا تو صدای من مشکلی هست پیشاپیش عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون که توی این وبینار شرکت کردید و به هر حال امیدوارم که این تایم 2 ساعتی که کنار هم هستیم یک تایم خوبی باشه و بتونیم استفاده کنیم. خدمت شما عرض کنم که خب خیلی از دوستان منو میشناسن، حالا توی اسامی خیلی دوستان عزیز خودم هستن، دانشجوها، همکارا و برای دوستان که احیانا کمتر با من آشنا هستن یه معرفی مختصر رو خدمتون عرض میکنم و دیگه میریم سراغ فایل در واقع کارگاه. خدمتون عرض کنم که من احمدی هستم و حدود 15-16 سال هست که در حیطه‌های مختلف از جمله حیطه‌های فردی و کودک و نوجوان کار میکنم و پژوهش‌ها و مقالاتی هم تو این زمینه انجام دادم و دیگه احساس کردم که الان تایمشه که یه مقدار اون داشته‌های اندک خودم رو به هر حال در اختیار شما دوستان بذارم. انشالله با هم فکری هم بتونیم که گامی در جهت حل مسائل و مشکلات کودکان سرزمینمون برداریم. اولین موضوعی که من میخوام در مورد صحبت کنم و موضوع بسیار بسیار مهمی هست، افزایش مشکلات روانشناختی کودکان هست که شاید این واژه در واقع یه جورایی ظاهرش خیلی عادی باشه، ولی من میخوام به این آماری که الان از روی پاور میخونم دقت کنید و ببینید که اگر با این وضعیت بخواد شرایط ادامه پیدا کنه 10 سال دیگه جهان و ایران و کودکان پاک و معصوم ما ممکنه که چه شرایط رو پیدا کنن. تازه این آمار مال سال قبل از 2010 هست که در یک دوره 10 ساله تشخیص اختلال 2 قطبی در کودکان به میزان 40 برابر افزایش یافته است. اختلالات روانپزشکی دوران کودکی مانند اختلال بیش‌فعالی، نقص توجه، اختلال اوتیسم، طیف اوتیسم و اختلالات تیک در حال افزایش هستند. تجویز داروهای اختلال بیش‌فعالی، نقص توجه به میزان 40% افزایش یافته است. استفاده از داروهای ضد روانپریشی در کودکان در ایالات متحده 6 برابر شده است. تعداد نسخه‌های اوتیسم و اختلالات رفتاری 71% افزایش پیدا کرده است. و آمار وحشتناک دیگه، میزان ابتلا به اوتیسم بیش از 5 برابر شده است. و حتی من توی آماری خوندم که نوشته بود در 1970 در آمریکا کلاً 150,000 کودک اوتیسم شناسایی شده و الان این رقم رسیده به بالای چند میلیون. و اینا یک در واقع این آماری که حالا من یه بخش کوتاهیش هم آوردم و حتما دوستان هم بعضیشون مطالعه کردن، نشون میده که روز به روز اختلالات کودکان و مشکلات کودکان در حال افزایش هست و اگر ما بخوایم با این سرعت 40 برابری و 40% و 71% بخوایم که در واقع ادامه بدیم بدون اینکه بخوایم فکری برای این موضوع بکنیم، نمیدونم، من گاهی وقتا خودم فکر میکنم که 10 سال بعد 20 سال بعد واقعا وضعیت بچه‌ها چه شکلی خواهد بود و این یک زنگ خطر خیلی خیلی بزرگ هست، چون دنیای ما رو بچه‌ها رنگی میکنن، دنیای ما رو بچه‌ها زیبا میکنن دیگه. اگر فرض کنیم ما با یک جهانی مواجه باشیم که بچه‌هایی باشن که پر از لیبل‌های اختلالات رو داشته باشن، به نظرم دیگه شاید دلخوشی‌های ما توی دنیا خیلی کمتر از اون میزانی هم که الان هست باشه. و یه سوال بسیار مهم مطرح میشه، چه اتفاقی تو سالهای اخیر افتاده که این همه آمار مشکلات، حالا به زبانی اختلالات کودکان افزایش پیدا کرده؟ آیا این به این دلیل هست که تعداد بیشتری از فرزندان ما با مغزی معیوب یا سایر ضعف‌های مرتبط ژنتیکی متولد میشوند که آنها را مستعد ابتلا به این بیماری‌های بسیار جدی می‌کند؟ یعنی سوال مهم اینه که آیا این چند سال اخیر از سال 2000 به بعد، حالا 1990 به بعد،
نمیدونم تو ژن ها مشکلی پیش اومده، بچه ها ناقص متولد میشن، چه اتفاقی واقعا داره میفته که این همه مسائل روانشناختی کودکان داره افزایش پیدا میکنه و این یک چالش بسیار جدی است. قبل از اینکه من برم سراغ اسلاید بعدی، میخوام دوستان عزیز، حالا اگر کامنت ها بچه‌ها میتونن کامنت بذارن، همکاران عزیز نظرتون رو بگین چی شده که اینقدر اختلالات افزایش پیدا کرده؟ شما چه دلایلی رو میبینید؟ نمیدونم بچه ها امکان تایپ دارن چون من چیزی نمیبینم. اضافه میشه بعد. اگر احیانا کامنت ها داره میاد و من نمیبینم لطفا به من بگید، چون من هیچ کامنتی رو الان نمیبینم. آها، من نمیدونم کجا باید ببینم. متاسفانه من نمیبینم، حالا نمیدونم با کدوم گزینه باید ببینم کامنت ها رو. به دلیل الان دیدم. به دلیل تکنولوژی و غذای هورمونی، چون علم روانشناسی علم نوین محسوب میشه، لذا خیلی از اختلالات کودک کم مورد میشه کمتر شدن روابط، افزایش ارتباط با فضای مجازی، صفحات الکترونیک و سبک غلط زندگی، جدا از افزایش اختلالات کودکان به دلیل محیط افزایش پیدا به دلیل آگاهی و تخصص درونشون نسبت به قبل بیشتر شناسایی میشن. به نظر من الگوی غذایی و مواد غذایی میتونه تاثیر داشته باشه. بله، ممنونم. خب ببینید، در مورد دوستانی که میگن که خب الان علم بالاتر رفته و میزان تشخیص اختلالات بیشتر شده، ممکنه تو یک زمینه های زیاد باشه، یعنی در واقع قابل توجه باشه. اما موضوع اینه که در واقع شاید اتفاقا این همین که این موضوع، این حساسیت افزایش پیدا کرده، شاید خودش یک عامل مهمی برای افزایش اختلالات باشه. یعنی ما خودمون اگر بخوایم هر کدوم کودکی خودمون رو بررسی کنیم، کمتر بچه‌ای در اطرافمون بود. یعنی شما کلمه بچه اوتیسم رو خیلی کم میشنیدین، بچه بیش فعال یا هر چیز دیگه ای رو. پس بنابراین به نظر میرسه که اتفاقات خیلی مهمتری که دوستان هم بهش اشاره کردن افتاده و ما اگر به داد بچه‌ها نرسیم، در آینده بسیار نزدیک با یک سونامی و یک سیل عظیم و گسترده از کودکان دچار اختلال مواجه خواهیم بود. بنابراین من حالا تو اسلاید بعدی که اگر فعال بشه یه سری موارد رو نوشتم که خدمتون عرض میکنم. خب ببینید، برای بررسی هر پدیده‌ای، چه در زمینه آسیب شناسی چه در زمینه درمان، ما میتونیم علل زیستی، روانی و اجتماعی رو در نظر بگیریم. در واقع میشه گفتش که در مورد علل افزایش اختلالات کودکان و نوجوانان، من اول یه استعاره رو خدمتون عرض میکنم به نام استعاره درخت و بعد میخوایم که بعد شما با توجه به موضوعاتی که خدمتون عرض میکنم این رو خودتون تحلیل کنید. ببینید، وقتی یک درختی یک بذری هست، یعنی یک بذر تازه‌ای هست که باغبون اون رو در خاک میکاره، همونطور که میدونیم خب باغبون باید یک نور کافی، آب کافی رو به درخت بده، به بذر بده و به اون گیاه بده و یک سری مراقبت‌های اولیه که لازم هست رو برای اون درخت انجام میده. میخوام این نکته خوب دقت کنید که فرض کنید اگر باغبون بیاد و
این گیاه رو، این بذر رو که داره کم کم رشد میکنه، به این بذر بگه که هر روز صبح پاشه و بره سراغ اون گیاهی که داره رشد میکنه، بهش بگه که ببین زودتر رشد کن، زود باش رشد کن. درخت همسایه مثلا سیبه، اگه این بذر درخت گلابی باشه تو نباید گلابی باشه، باید تبدیل به سیب بشی. یا بگه من اصلا این مدل برگی که تو الان داری مثلا در رشد پیدا میکنم، من این برگو دوست ندارم، باید مدل برگ یه جور دیگه باشه. یا فرض کنید میاد درخت رو، اون گیاه رو میکشه به سمت بالا که سریعتر رشد کنه و چیزهایی از این قبیل. حتی تصورش هم برای ما خنده داره. یعنی در واقع یه جورایی ما اگر یک باغمون این کار رو بکنه یه جورایی شک میکنیم بهش و میدونیم که باغبون در کنار اینکه مراقب درخت هست منتظر میمونه تا اون درخت به اون بعض، یعنی به اون استعداد و شکوفایی که مد نظر هست برسه. به نظر شما درخت چی کار داره میکنه، یعنی ببخشید باغبون چی کار داره میکنه که باعث میشه که این بذر در واقع به ثمر بشینه؟ چرا نمیاد از این مثال هایی که من زدم گیاه رو بکشه، چه میدونم بهش بگه باید بذر یه درختی دیگه ای بشی استفاده کنه؟ دلیلش به نظرتون چیه؟ نه، دلیل این که باغبون چرا این رفتارهایی که من الان خدمتون مثال زدم رو انجام نمیده؟ آفرین، چون ذات درخت همینه. دیگه چی؟ چون خودش استعداد ذاتی رشد رو داره، چون میدونه زمان لازم هست، انتظارش به جایه، رقابت و مقایسه نیست، چون رشد در مراحل مختلف رخ میده، خودش توان زندگی رو داره. چقدر عالی جواب دادین. دقیقاً همینه. یعنی در واقع اینجا باغبون صبر میکنه، انتظار میکشه و در واقع اعتماد داره به اینکه این گیاه مسیر رشد خودش رو بلده، بنابراین هیچ کدوم از رفتارهایی که ما الان خدمتون گفتم رو انجام نمیده. حالا بیایم همین مواردی که شما به زیبایی گفتید رو مقایسه کنیم با وضعیت فرزندپروری تو عصر حاضر که بهش میگن حالا عصر دیجیتال یا عصر حواس پرتی، هزاران اسم براش گذاشتن. ببینیم که وضعیت فرزندپروری ما چه تغییراتی درش اتفاق افتاده. آیا مشکل از ژن‌های بچه‌های ماست یا نه اتفاقات دیگه‌ای در جریانه که ما خودمون هم به عنوان روانشناس کودک خیلی بهش دقت نکردیم و توجه نمی‌کنیم. حالا مهمترینش تغییر نوع نگاه به کودکه. ببینید اگر ما یک نگاه توانمند بودن رو به بذر داریم و اگر ما میدونیم که بذر استعدادش رو داره، پس دیگه تلاش‌های اضافی نمی‌کنیم برای اینکه اون بذر بخواد به ثمر بشینه. در مورد کودک هم همینه. یعنی انگار الان بر اثر اطلاعات زرد، روانشناسان زردی که متاسفانه خیلی جاها ما می‌بینیم که دارن کار میکنن و اطلاعات رو به افراد ارائه میدن و به دلیل بمباران و انفجار اطلاعات مختلف و گاهن متناقض با والدین، انگار به ذهن والدین این القا شده. یعنی این القا شده که بچه‌ها یه موجود ناقصن، ناتوانن، خنگن، ببخشید من این واژه رو بگم، احمقن و قراره که ماها بیایم اینا رو درستشون کنیم، اینا رو اصلاحشون کنیم و اینها رو رشدشون بدیم. من چند وقته کلیپی رو میدم از یه خانم که البته نمیدونم شاید هم روانشناس نبودن ایشون، یه نکته رو میگفتن که واقعا باعث تأسف بود برای من، که ایشون گفتن که غذا خوردن تو بچه غریزی نیست. غذا خوردن یه مهارتی که شما باید بچه‌هاتون آموزش بدید. شما از همین جمله زرد روانشناسی شروع کنید و جمله‌های دیگه‌ای رو هم بهش اضافه کنید. به عنوان مادر اگه شما مخاطب اون فرد باشید چه نگاهی به بچه‌تون پیدا می‌کنید؟ شما در مورد مهارت‌های ذاتی طبیعی بچه وقتی یک فردی میاد این اطلاعات رو میده، شما ناخودآگاه حساس میشید رو اینکه ای بچه من یه بچه ناقصی که باید هی مهارت یاد بگیره، هی باید و من اگر اونجا بودم به اون خانم که این مطلب رو داشت میگفتم که ببخشید اون موقعی که بچه به دنیا اومد و شروع کرد به گریه کردن و شروع کرد به شیر خوردن
آیا مادر بود که به بچه گفتش که شروع کن به شیر خوردن، یا اگر گرسنت میشه گریه کن؟ آیا مادر بود به بچه گفتش که اگر خودتو خیس کردی گریه کن؟ یعنی در واقع پس اونا رو کی به بچه یاد داد؟ اگر شما میگید که غذا خوردن یک مهارته، پس در واقع ما باید ببینیم که چه کسی به بچه وقتی که تو شکم و رحم مادر بود بهش یاد داد که کم کم رشد کن و در 9 ماهگی مثلا به دنیا بیا و بعد گریه کن و الی آخر. چه کسی به بچه یاد داد که در سن مثلا 6 ماهگی 5 ماهگی شروع کنه محیط اطرافش رو به شکل کنکاش کنه که در واقع همه چیز براش جذاب و جالب باشه و اونها رو مثلا اشیا رو به سمت دهانش بره؟ آیا کسی به اینا رو بچه یاد میده؟ پس ببینید، نگرش ها رو دوستان عزیز دست کم نگیرید. نگرش هایی که به صورت ناخودآگاه به ما داده میشه و ما خودمون به دیگران میدیم ممکنه زندگی یک فرد رو تغییر بده. پس بنابراین وقتی که ما به بچه به عنوان یک موجود ناتوان نگاه میکنیم و در قالب بیزینس و روانشناسی زرد ترس‌هایی رو به جون والدین میندازیم و اونها رو مجاب میکنیم که باید مدام مراقب باشن و نگران باشن چون بچهشون یه بچه‌ای هستش که ذاتاً اون توانمندی‌ها و مهارت‌ها رو نداره، این میشه که اون بچه هم ناتوان میشه و ناتوان دیده میشه. و همونطور که تو گزینه بعدی هم گفتیم، من اسمش رو گذاشتم وسواس تربیت، و این متاسفانه این نگاه باعث شده که حالا بذاریم اسلاید بعدی رو بیارم. در واقع سوالی که اینجا مطرح میشه میگه که آیا موجود انسان استعداد رشد خودشکوفایی رو داره یا یه موجود منفعل، ناتوان و نیازمند آموزش هستش؟ دوستانی که به هر حال رشته روانشناسی مشاور هستن که فکر کنم اغلب دوستانم هستن میدونن که راجرز و درمانگران انسانگرا و بسیاری از دانشمندان به اون استعداد ذاتی انسان برای رشد خودشکوفایی تاکید کردن. محققان بر این باور هستند که هر نوزاد تازه متولد شده با مدارهای عصبی مغز از پیش تعیین شده برای احساس رفاه عاطفی شروع به زندگی میکنه. یعنی از قبل مدارهای عصبی در واقع طراحی شده. و نکته جالبتر، حالا شانون یک روانپزشک اطفال توی آمریکا که چندین سال با کودکان کار میکنه و نقدهای جدی رو به سبک فرزندپروری‌های امروزه داره، میگه که فرزندان ما با مغزهای باشکوهی متولد میشوند که برای عملکرد فوق‌العاده طراحی شده‌اند. هر کودک با مغزی منحصر به فرد به این دنیا میآید که دست نخورده و بکر است. سپس مغز آن کودک با دنیای پیچیده اطراف خود تعامل میکند و شروع به رشد میکند. این خیلی جالبه که میگه که این اعتقاد راسخ من است که کودکان مانند سایر موجودات زنده طوری طراحی شدن که بدون مداخله پزشکی در سطح بالایی از سلامتی و تندرستی عمل میکنن، که این هم تو سطح ذهنی، روانی و عاطفی هستش. و یه مداخله است که ما باید بر بچه‌مون انجام بدیم، همون توجه و محبتی که ما به عنوان والد نسبت بهشون داریم. پس این نگاه مکانیکی، ناتوان بودن، منفعلانه باعث شده که در واقع متاسفانه بسیاری از والدین در یک اضطراب دائمی برای فرزندپروری به سر ببرند. و شما میدونید وقتی که ما به عنوان والد اضطراب داشته باشیم، این اضطراب و اون نوع نگاهمون رو میتونیم به فرزندمون منتقل کنیم. وسواس تربیت، من واژه‌ای که براش انتخاب کردم والدین ذره‌بین به دست هستن. ببینید تو دنیای امروز و تو عصر تکنولوژی، خب بر مقوله‌ای مثل پیشرفت، رشد، رقابت، هدف گزینی و اینها خیلی تاکید میشه. البته اینکه این انسان‌ها این مقوله‌ها رو داشته باشن خوبه و ویژگی یک انسان سالمه، اما همیشه این مثال هست دیگه، هر چیزی که زیاده روی و افراط درش بشه میتونه آدم‌ها رو دچار مشکل کنه. و به نظر میرسه که تاکید بیش از حد بر این مقوله‌ها نه تنها بزرگسالان بلکه دنیای کودکان رو در بر گرفته. الان دوستانی که بر کار تراپی هم انجام میدن در جریان هستن که چقدر خانواده‌ها درگیر این هستن، از همون موقع که حالا شاید حتی قبل از بچه دار شدنشون درگیر این هستن که خب برای آینده بچه‌شون برنامه‌ریزی کنن، اینکه چه هدفایی رو بر بچه‌شون در واقع
تعیین کنن یا اینکه چجوری بچه‌هاشون رو به سمت جلو حرکت بدن، چه کلاس‌هایی رو برای بچه ثبت نام کنن و به قول معروف یه کاری بکنن که از بچه جاری و خواهر شوهر رو اینا عقب نیفتن و الی آخر. و یه جورایی متاسفانه این فضا برای کودکان که فضای مسموم شده، در صورتی که ما میدونیم تنها کاری که کودک قبل از سن 6 سالگی، تنها وظیفه کودک فقط بچگی کردنه، کودکی کردنه، که میتونه که همون که تو اسلاید قبلی گفتیم، اون چیزی که مغز بچه رو رشد میده، اون چیزی که مدارهای عصبی بچه رو در واقع تقویت میکنه و ایجاد میکنه، در واقع همون بحث اینه که بچه بتونه با محیط طبیعی خودش ارتباط برقرار کنه. همین برای بچه کافیه. اما متاسفانه این اتفاقاتی که افتاده و تو این جهان پرسرعت و پررقابت، والدین برای اینکه از دیگران عقب نیفتن، بچه‌هاشون رو تو زمانی که نیاز نیست درگیر رقابت و پیشرفت میکنن. من مثالی که میزنم میگم مثل اینه که شما یه بچه‌ای نیاز به شیر خوردن داشته باشه و شما به جای شیر بهش قرمه سبزی بدین، چه اتفاقی میفته؟ این بلاها سر روان بچه‌های ما متاسفانه داره میاد. و این موضوع باعث شده که والدین یک ذره‌بینی به دست بگیرن که همینطور این ذره‌بین دستشونه و هر لحظه و هر آن اولا به این نگاه میکنن که خب الان چیکار کنم که بچه‌م فلان چیز رو بهتر بتونه انجام بده، فلان کار رو بتونه بهتر انجام بده، و اینکه وای بچه‌ی من الان پرخاشگر کرد، وای الان داد زد، وای الان گریه کرد، وای الان حرف زی زد، سریع برم ببینم چیکار باید برای این بچه بکنم. یعنی بسیاری از فرآیندهای طبیعی که بچه توی مسیر عادی زندگیش داره رو به شکل یک اختلال متاسفانه داره دیده میشه. و من دارم مراجعانی که شاید چند هفته پیش داشتم یه مراجعه که میگفت من خدا مدرم میگفتش که من اوکی ام، ولی انقدر اطرافیانم بهم گفتن که نه بچه تو حتما یه مشکلی داره که بعضی موقع داد میزنه، اینو حتما ببر پیش روانشناس وگرنه آیندهش خراب میشه. مادر با بچه مسئله‌ای نداره، ولی اطرافیان اون ترس رو در دل مادر تزریق میکنن. پس والدین ذره‌بین به دست متاسفانه الان خیلی زیاد شده و این باعث میشه که اون اضطرابی که مادر داره به فرزندش هم منتقل بشه. انبوه اطلاعات جزئی‌گرانه گاهی آنقدر ما رو در هزاران جزئیات سردرگم کرده که اشراف بر مسیر اصلی و هدف اصلی رو فراموش کرده. یعنی من انقدر ما درگیر اطلاعات جزئی و متنوع شده، مثلا خود بچه رو یادمون رفته، طبیعت بچه، خود بچه و ارتباط با بچه رو در واقع انگار فراموش کردیم. همه‌گیری معضل برچسبانی به کودکان. من میخوام به این موضوع فکر کنید که همونطور که الان مثال زدم، به دلیل اون فضا و جوی که ایجاد شده در دنیا، والدین فکر میکنن که اگر ما برچسب به کودک بزنیم یه جوری قایق نجاته، یعنی برای بچه میتونه کمک کننده باشه و اون موقع شاید خیال مادر راحت کنه، آخش من فهمیدم که بچه من مثلا افسردگی داره، آخش فهمیدم که مثلا بیش فعاله. این شاید کوتاه مدت حال ما رو خوب کنه، اما در دراز مدت هزینه‌های طولانی داره برچسب زدن و متاسفانه این برچسب زدن هم از طرف خود خانواده، هم اطرافیان یعنی فامیل، مادر بزرگ، خاله، عمه، و هم گاهی وقتا روانشناسان و مشاوران به شکل افراطی انجام میشه. و موضوع مهم اینه که ما چجوری میتونیم مغز بچه‌ای که هنوز در حال شکل‌گیریه، هنوز تکامل یافته نشده رو ما به سرعت بیام یک لیبلی بهش بزنیم که اون لیبل میتونه واقعا ویران کننده باشه. من یه مراجع خارج از کشور داشتم که ایشون گفت من بچه‌م 1 سال و نیمش بود، حالا به قول ما یک مادر پرفکشنیست، که گفت من شغلمو تعطیل کردم برای اینکه بیام به بچه‌م برسم که می‌خواستم همون آینده خیلی خوبی داشته باشه. بعد میگفت رو غذای بچه‌م حساس بودم، یعنی هر روز کلی چه میدونم غذای مختلف برای بچه درست می‌کردم اینها. 1 سال و نیمش که شد احساس کردم که بچه‌م خوب غذا نمی‌خوره و رفتم به یک روانپزشک بچه رو نشون دادم و روانپزشک خیلی راحت به این مادر گفته بود که بچه شما اوتیسمه. میگفت همونجا همسرم اصلا قش کرد از شدت ناراحتی.
و چندین سال این خانواده تو خارج از کشور درگیر بودن، چقدر هزینه کردن، چقدر زندگیشون دچار تلاطم شد و هنوزم که هنوز این بچه یک سری مسائل رو داره. و من توی یک مصاحبه که با ایشون انجام دادم متوجه شدم یکی از دلایل بد غذایی این بچه حساسیت زیاد مادر روی اون موضوع غذا خوردن بچه بوده. ولی به راحتی اون روانپزشک لیبل اوتیسم رو این بچه میزنه و ببینید چجوری میتونه یه خانواده رو ویران کنه. لیبل هایی که ما سریع بدون تفکر با دیدن یک نشانه ممکنه که به بچه ها بزنیم. و حالا میخوام از شما بپرسم دوستان عزیز، شما بگید که این که و متاسفانه این برچسب‌زنی عمومیت پیدا کرده، یعنی دیگه بچه یه ذره شیطونی میکنه این بیش فعاله، بچه یه ذره درونگرا این افسرده است، این بچه فلانه، این آیندهش به نظر شما این برچسب‌زنی غیر از این موردی که من گفتم هزینه‌های طولانی مدتی که برای خانواده و جامعه داره، چه هزینه‌هایی رو به نظرتون برای افراد میتونه داشته باشه؟ لطفاً تایپ کنید. عصبی شدن والدین، اعتماد به نفس خود کودک هم کم میشه، دقیقاً دوری از اجتماع، مثل یک آدم عادی روش حساب نمی‌کنن، عزت نفسش کم میشه. متوجه نشدم. وسواس میاره، وزن برای کودک نهادی نمیشه، هیجان بچه کاملا غیر معمول و اطرافیان به جای پیدا کردن علت برچسب میزنن، خود کودک هم اون برچسب رو میپذیره، کاهش امید به زندگی، اختلال هویتش دچار اختلال میشه، باعث اضطراب میشه. آفرین، در نهایت جامعه رو تبدیل میکنه به یک جامعه بیمار و مضطرب. اون لیبل رو سالها به خودش حمل میکنه بدون اینکه مشکل رو داشته باشه. افسردگی، استرس، دچار استرس شدن، درگیری با والدین. دقیقاً. یعنی ببینید به نظر من نظرم اینه که بزرگترین آسیب یا توهین به وجود یک انسان اینه که ما یک انسانی که این همه پیچیده است، این همه ابعاد مختلف داره و زوایای مختلف داره رو ما بخوایم توی یک واژه خلاصش کنیم، حتی واژه مثبت، من نمیگم فقط منفی. مثلا اینکه یه مادر بیاد بگه بچه من خیلی باهوشه. ببین با یک کلمه باهوش بودن تمام ابعاد پیچیده شخصیت این آدم رو نادیده ایگنور میکنه. بچه من خیلی زرنگه، بچه من خیلی باهوشه، بچه من خیلی تند و تیزه. میخوام بگم فقط ما منظورمون مثبت ها نیست، منظورمون منفی ها نیست، مثبت ها هم هست. گاهی وقتا منفی هم هست که منفیاش که الان خیلی زیاده. شما ببینید آسیب لیبل زدن چه از نوع منفی چه از نوع مثبت باعث میشه که شما یک دریا رو میخواید با زور بچپونید تو یک حوض کوچیک و ببینید که چقدر انرژی اون دریا هرز میره و از بین میره و چقدر میتونه آسیب زننده باشه به اون کودک و خانوادش. و موضوعی که وجود داره اینه که این لیبل فقط باعث نمیشه که حالا این اتفاقاتی که شما گفتین لزوما بیفته، اینه که خود بچه هم خودش رو در ورای اون برچسب دیگه نمیتونه ببینه و امید به تغییر، امید به این که من میتونم تغییر کنم کاهش پیدا میکنه و میتونه آسیب زننده باشه. آلفرد آدلر که دیگه شما میدونید یکی از نوابغ روانشناسی هستش، میدونید یک واژه‌ای داره، حس کنترل. تو آسیب شناسی نظری آدلر این مطرح میشه که یکی از چیزهایی که باعث میشه که افراد دچار آسیب بشن، دچار مشکل بشن، از دست رفتن حس کنترله. یعنی من به عنوان فرد اگر احساس کنم که روی زندگیم کنترل ندارم، اونجا نشانه‌های آسیب خودشون رو نشون میدن. مثلا توی وسواس میتونیم اینو در نظر بگیریم، توی نمیدونم اضطراب یا هر مسئله دیگه. و من فکر میکنم که چقدر این قصه الان آشناست. انگار الان به دلایلی که خدمتون عرض کردم حس کنترل روی زندگی، حس کنترل روی مسیر رشد هم در والدین هم در کودکان کم شده.
دیگه اون بذر احساس میکنه که خودش نقشی نداره، باید دیگران براش تعیین کنن و خود عدم حس کنترل، اگه بخوایم آدلری به موضوع نگاه کنیم، باعث میشه که فرد نشانه ها رو یکی یکی بروز بده و اون کیستی کودک هم از بین بره. خب موضوع بعدی تغییر سبک زندگی هستش. لایف استایل یه موضوعی هستش که خب از دیرباز مطرح بوده و ما میدونیم که در چند دهه اخیر لایف استایل آدم‌ها تغییر کرده. البته مؤلفه‌های سبک زندگی خیلی زیادن، حالا من چند تاشو نوشتم ولی خب خیلی زیادن، شما تو همه ابعاد میتونید مؤلفه‌های رو ببینید. در مورد کودک مؤلفه‌هایی مثل خواب، تغذیه، تحرک، برقراری ارتباطات اجتماعی، ارتباط با طبیعت، اینا مؤلفه‌هایی هستن که پژوهش‌ها نشون داده که میتونن بر رشد و تکامل مغز کودک و رشد استعدادهای درونیش مؤثر باشن، مثلا زود خوابیدن، تغذیه مناسب، تحرک داشتن و الی آخر. و همه اینها شما می‌بینید که متاسفانه الان خیلی تغییر کرده. مثلا یه نمونهش بخوایم مثال بزنیم، الان اکثرا خانواده خیلی دیر میخوابن و بچه‌ها بعضا من میبینم یا میشنوم اگر مدرسه نداشته باشن یا مثلا بعد از ظهری باشن فرض کنید تو ساعت 2-3 بیدارن. تغذیه که دیگه خودتون میدونید، بچه‌ها تحرکشون کم شده، اکثرا پای تبلت و گوشی هستن و ارتباطات با طبیعت کم شده. خب ما میگیم مغز، اگر ما این جمله رو در نظر بگیریم که مغز برای تکامل خودش نیاز به محرک‌های طبیعی اجتماعی و بیرونی داره، هر چقدر این محرک‌ها درست ارائه نشن یا در زمان و مکان مناسب خودش ارائه نشن، خب اون مغز توی کارکردهای خودش دچار مشکل میشه. پس ما نباید خیلی تعجب کنیم که چرا علائم شبه اوتیسم توی بچه‌ها بالاست، چرا علائم بیش‌فعالی توی بچه‌ها الان بالا رفته. خب پس بنابراین اینها میتونن عوامل مهمی باشن که یه مقداری من احساس میکنم از دید روانشناسان مغفول مونده. درسته که این بحث بیشتر بیولوژیکی هست، در عین حال ما وقتی که با یک انسان سر و کار داریم پس باید اون بحث بیولوژیک هم در نظر داشته.
وقتی این سیستم عصبی در این حالت قرار بگیره خب مشخصه که اون سیستم در واقع اون بد تنظیمی رو داره، اون بد کارکردی خاص خودش رو داره و میتونه رو خلق و روی رفتارهای کودک تاثیر بذاره. و نکته مهم اینه که سندرم صفحات الکترونیک یا میتونه علائم رو ایجاد کنه و یا میتونه علائم رو تشدید کنه. یعنی خود سندرم صفحات الکترونیک میتونه بیش‌فعالی رو ایجاد کنه یا میتونه بچه‌ای که زمینه‌های این مسئله رو داره رو در این در واقع علائم رو توی بچه تشدید کنه. پژوهش‌های نشون دادن که ایجاد یا دو یا 3 روز علائم به سرعت کم میشه. این خیلی عجیب و غریبه، یعنی عجیب و غریب و شگفت انگیز و قابل توجهه که چطور میشه که بچه‌ای که 3 سال 4 سال درمان‌های مختلف، بازی درمانی، گفتار درمانی، چه میدونم روان درمانی، مادر روان درمانی انجام میشه و بعد ما میبینیم در عرض چند روز با روزه الکترونیک بسیاری از علائم بچه اصلا ناپدید میشه و مادر میاد میگه که معجزه شده. خب این معجزه معنیش اینه که ما اومدیم بچه رو از یک منبعی که اعتیاد آور بوده برای بچه و چون مشخص شده توی پژوهش هم اون وقتی که بچه در معرض صفحات هست اون بخش از مدارهای عصبی فعال میشه که تو افراد معتاد فعال میشه و بنابراین وقتی که این روزه الکترونیک اتفاق میفته و بچه اون دیسکانکت میشه از اون فضا، کم کم اون علائم کاهش پیدا میکنه و چقدر جای خالیه بحث سندرم صفحات الکترونیک توی مباحث روانشناسی کودک نادیده گرفته شده و چقدر نشون میده که همین موضوع به نظر من به تنهایی بار زیادی از ایجاد علائم و نشانه‌ها در بچه‌ها رو داره به دوش میکشه و باید حتما به این موضوع بیشتر دقت بشه و بیشتر توجه بشه. حالا اینکه روزه الکترونیکی چیه و چجوری میشه اون سمزدایی رو انجام داد، اینا مباحثی هستش که خب یه مقدار نیاز به توضیح داره که چون ما سیغه وقت داریم الان من توضیح میدم. فقط دارم این چراغ‌ها رو تو ذهنتون روشن میکنم به عنوان روانشناس کودک که این مسائل رو واقعا جدی بگیرید. چیزهایی که جاش تو کتاب‌های ما متاسفانه خالیه و خیلی بهش توجه نمیشه. خب اگه بخوایم بخش اول، و این بخش اول بود که من خواستم که خدمتون بگم یه خلاصه‌ای بکنم که با توجه به آمار نگران کننده تشدید مشکلات روانشناختی در کودکان و افزایش سردرگمی یا اضطراب در والدین، واقعا والدین خیلی سردرگمن، اصلا نمیدونن چیکار، از این روانشناس به اون روانشناس، کلی بنده خدا کتاب میخونن از این پیج به اون پیج و در نهایت هر روز گیج‌تر و آشفته‌تر میشن از این همه حجم اطلاعاتی که وجود داره و بنابراین این سردرگمی رو من به وضوح توی به نظر میرسه از یک درمانگر کودک علاوه بر فرایند درمان
نگاهی پیشگیرانه عمیق و همه جانبه به علل ایجاد مشکلات در کودکان داشته باشه. خب ما توی این بخش سعی کردیم خیلی 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 خلاصه بگیم که وضعیت کودکان ما در جهان و تو دنیای امروزی به چه وضعیه، در واقع تو چه شرایطیه و چقدر باید بجنبیم و باید تلاش کنیم که کودکان رو از این نمیدونم چه واژه‌ای براش به کار ببرم، از این آسیب‌های خود ساخته‌ای که ما خودمون ساختیم برای بچه‌ها نجات بدیم. بخش دوم این وبینار رو می‌خوایم اختصاص بدیم به درمان‌هایی که توی حیطه کودک و نوجوانه، اونا رو یه ذره بررسی کنیم، یه ذره در واقع ببینیم چه نقدهایی بهشون وارده و حالا به این شکل ادامه میدیم. درمان‌های رایجی که در حیطه کودک و نوجوانه من توی این اسلاید نوشتم. حالا یه ذره ریزه، فقط اگه دقت کنید خیلی از این درمانهایی هستش که اصلا در واقع ابتدا برای بزرگسالان طراحی شده، حالا به شکل پروتکل یا رویکرد یا مدل، حالا اینا اسامی مدل رویکرد تفاوتایی با هم دارن که جاش نیست اینجا در مورد صحبت کنیم، ولی در هر صورت در کنار اینکه وقتی که اون درمان برای بزرگسال طبیعی و طراحی شده، حالا اومدن یک ورژنی رو انگار برای کودکان هم در نظر گرفتن، مثل رفتار درمانی، شناخت درمانی، روانکاوی، رفتار درمانی دیالکتیک یا همون DBT. اینا یه راه حل می‌برن. اینا درمانایی که نسخه بزرگسالشون بوده و بعد اومدن در مورد کودک هم طراحی شده. بعضی از درمان‌ها مختص کودکانه بیشتر، بازی درمانی، قصه درمانی، اینا رو ما می‌بینیم که بیشتر مختص کودکان هست. بعضی از درمانایی هستش که روانی آموزشیه، یعنی هم در قالب آموزش و والدین آموزش داده میشه، هم تو جلسه درمان ازش استفاده میشه، مثل PMT. احتمالاً بعضی از دوستان عزیز که تو جلسه حضور دارن آشنا هستن که تو این روش‌ها نحوه تعامل مادر و کودک با استفاده از تکنیک‌های رفتاری PMT به کودک. این میگم اکثر درمان‌هایی که توی حیطه کودک استفاده میشه رو خدمتتون بنویسم که رایج‌ترینش شاید الان بیشتر استفاده میشه همون CBT هست، بازی درمانی هست و تا حدودی برای بچه‌هایی که تو سن مدرسه هستن درمان راه حل محور. خب حالا از اینجا به بعد میخوام که وقتی که شما این درمان‌ها رو نگاه میکنید، میخوایم دو تا الگو رو نگاه کنیم و بر اساس اون الگو ببینیم که احتمالاً کدوم الگو میتونه در درمان کودک. من خیلی تاکید دارم به پیشگیری، یعنی همیشه تو ذهنم اینه که یک نظریه، یک رویکرد زمانی خیلی قوی هست که پیشگیری بچربه بر درمان. یعنی شما با پیشگیری میتونید طیف وسیع از آدم‌ها رو نجات بدید و تو درمان زمانی که حالا بعضی از اون آدم‌ها به هر دلیلی دچار اختلال شدن میتونید درمانشون کنید. پس اون نگاه پیشگیرانه به نظر من مخصوصا برای کودکان خیلی اهمیت داره. در هر شکل دو تا نگاه وجود داره که نگاه الگوی زیست پزشکی و سیستم اندیش به سلامت هستش. اگر میخوام خیلی خلاصه و ساده خدمتون عرض کنم، توی الگوی زیست پزشکی سالهای زیادی به این شکل نگاه میشد به علوم، یک نگاه جزئی‌نگرانه، مخصوصا تو زیست شناسی، فیزیک و پزشکی، که این نگاه به این شکل بود که علوم رو به شکل جزئی نگر بهش دقت می‌کردن، که الان کم کم داره این نگاه به سمت سیستمی و جامعه نگر حرکت میکنه. همونطور که تو اسلاید قبلی هم گفتیم، انقدر اطلاعات جزئی شدن. حالا تو بحث روانشناسی ما خودمون می‌بینیم تو درمان کودک، خانواده، انقدر اصطلاحات زیاد شدن، جزئی شدن، طبقه بندی‌های تشخیصی زیاد شدن که اصلا ما تو این همه جزئیات گم شدیم و اون مسیر اصلی رو انگار فراموش کردیم. و تو دهه اخیر الان داره تلاشایی میشه که انگار میخوان که بیان دوباره این اطلاعات پراکنده رو یک جامعیتی بهش بدن و بسیاری از اندیشمندان الان دنبال الگوهایی هستن که بیان دوباره بیان به اون فهم ما، به اون دانش ما از انسان یه نظم دوباره بدن، بیان علوم از اون انزوای شناختی خودشون خارج کنن. فردی به نام جورج انگل میاد یک الگویی رو در مقابل این نگاه زیست پزشکی در نظر میگیره که بهش میگن الگوی سیستم اندیش یا الگوی در واقع بایو سایکو سوشیال، یعنی بیولوژیکی، فیزیکی
روانی و اجتماعی که میاد یکی از نمونه‌های بارزی که میاد در واقع میخواد وحدت بخشی کنه به اون نگاهی که نسبت به انسان و سلامت انسان هستش. و من این الگو رو خیلی میپسندم به این دلیل که سعی کرده که بیاد عوامل مختلف رو در سبب شناسی و حالا نوع نگاهش به انسان و اون سیستم سلامت انسان در نظر بگیره. از همه این مفاهیم من اومدم وام گرفتم و میخوام که بیایم که این یه ذره شاید یه ذره مبحثش یه مقدار پیچیده باشه، اما سعی میکنم به ساده ترین شکل خدمتتون توضیح بدم که ببینیم تو درمان کودک و نوع نگاهی که ما میتونیم به کودک داشته باشیم احتمالاً کدوم نگاه ها شاید بیشتر کمک کننده باشه. الگوی تقلیل گرایی رو میخوایم با رویکرد سیستم اندیش مقایسه کنیم که همونطور که میبینید تو این اسلاید توی الگوی تقلیل گرایی فرد به مثابه ابژه در نظر گرفته میشه، توی رویکرد سیستم اندیش به عنوان سوژه. تو تقلیل گرایی نگاه کاهشگرایانه و اون یکی کلنگری. تو تقلیل گرایی بر علیت خطی تمرکز میشه، تو اون یکی بر علیت چرخشی یا حلقوی. تو تقلیل گرایی بر محتوا درمان روی محتوا تمرکز میشه، تو اون یکی بر بافتار. و تو تقلیل گرایی بر اقتدار درمانگر و اون تو یکی بر خودمختاری بیمار. حالا در واقع من میخوام اینا رو یه مقداری بیام تو فضای درمان کودک خدمتتون عرض کنم. میخوام مثال‌هایی رو بزنم که این مبحث بیشتر براتون باز بشه. سوالی که اینجا مطرح میشه، من به عنوان درمانگر کودک، به عنوان قبل از درمانگر بگم متخصص کودک، کسی که ادعای این رو داره که در واقع میخواد که با کودکان کار کنه، در زمینه‌های پیشگیری و درمان بهشون کمک کنه، چه سوال‌هایی باید تو ذهنم باشه؟ اولا اینکه کودک چیه؟ اصلا کودک چه موجودیه؟ بعد مشکلش چیه؟ اون چیزی که الان مثلا والد میاد میگه بچه من لجبازه، پرخاشگره، آیا ما میتونیم اینو به عنوان مشکل در نظر بگیریم؟ چرا به وجود اومده؟ چه چیزی باعث شده که این بچه پرخاشگر بشه؟ و چطور میشه این مشکل رو حل کرد؟ که من اینها رو تو 4 بخش: شناخت مراجع یا شناخت کودک، بررسی مشکل کودک، سبب شناسی و فرایند درمان تقسیم بندی کردم. خب چالش اول، کودک ابژه است یا سوژه؟ البته ببینید دوستان، وقتی من میگم ابژه، با اون ابژه که تو درمان‌های مبتنی بر ابژه هست که بعداً یه اتفاقاً گریزی هم میخوام بهش بزنم فرق میکنه. اینجا ابژه به این معنی که درمانگر کودک یا خانواده یا مراجع رو به عنوان یک ماشین منفعل و بدون قدرت تشخیص و هوشیاری در نظر میگیره. یه نگاه مکانیکی به یک فرد. یعنی ما میایم حالا من نوشتم بیمار، بهتره بنویسیم مراجع رو به یک سری نشانه تقلیلش میدیم. مثلا فرض کنید که مادر میاد میگه که بچه من خیلی پرخاشگره، خیلی مثلا با دیگران ناسازگاره و من میگم خب این کودک که اسمش ایلیا هست، ایلیا رو تقلیل میدم به یک سری نشانه و میگم خب ایلیا مثلا اختلال نافرمانی مقابله‌ای داره. و وقتی ایلیا شد فردی که کودکی که اختلال نافرمانی مقابله‌ای شد، من ایلیا رو کلیت ایلیا رو جمع کردم، مثل همون دریایی که خدمتتون گفتم، گذاشتم چپوندمش تو یک سری نشان. نگاه ابژه‌ای اینجا منظور اینه که ما اون موجودی که هیچ فعال نیست و به شکل منفعل داره رفتار میکنه. اما اگه بخوایم به شکل سوژه نگاه کنیم، سوژه یعنی یک انسانی که تحتمون رفته که همه انسان‌ها قبل از اینکه حتی علم روانشناسی هم باشه، سالیان متمادی به شکل‌های مختلف موضوعات و مسائل خودشون رو حل کردن و حتی الان هم خیلی از انسان‌ها دارن مسائل خودشون حل میکنن. این نگاهی که نشون میده که چقدر انسان‌ها میتونن توانمند باشن و یه موجود زیست روان اجتماعی و معنوی هستی که دارای نظام‌های خودشفابخش درونی. این به شدت مهمه. ببینید دوستان، من یه چیز خدمتتون بگم. به نظر من نگاهی که ما به کودک داریم، نگاهی که به والدین داریم و نگاهی که به خانواده داریم به شدت بر درمان کودک تاثیر میذاره. یعنی این چیزایی که من دارم میگم فقط یک سری واژه نیست، اینا در واقع چیزهایی هستش که من خودم لمس کردم
که هر چقدر نگاه هم رو آوردم به سمت اینکه کودکی که در مقابل من هست، والدی که در مقابل من هست، خودش اون نظام‌های شفابخش درونی رو داره، فقط انگار یه گرد و غباری مانع شده و نمیذاره. نگاه کردم دیدم که چقدر مراجعه از من توانمندتره، چقدر قوی‌تره، چقدر داناتره، چقدر بهتر خودش میتونه خودش رو شفا بده. و همونطور که تو اسلاید نمیشه درمان بلده موجود انسان که ما دیگه میگیم این همه در واقع توانمندی‌های خارق العاده داره، چطور ممکنه که ناقص به دنیا اومده باشه یا از قبل اون فرایند شفابخشی، فرایند رشد و بزرگ شدن در درونش طبیعی نشده باشه. و راجرز اینو مطرح میکنه، میگه که ارگانیسم تنها سعی میکنه خودش حفظ کنه، بلکه سعی میکنه خودش رو در جهت وحدت، کمال و خودمختاری سوق بده. پس بنابراین اینجا این نکته خیلی مهم هست که ما باید بهش دقت کنیم، نوع نگاه من به کودک و والدینش. چالش دومی که مطرح میشه، ببینید بچه‌ها، دید من به باز کودک درمان دید کاهشگرایانه است یا سیستم اندیشه. این خیلی مهمه. ما دو نوع به صورت سنتی دو نوع تفکر نسبت به انسان داریم. یه دید مکانیستیک داریم که حالا شاید شما تو تکست‌های مختلف این واژه‌ای که الان خدمتتون میخونم ببینید، همشون تقریبا یکی‌ان. دید کاهشگرایانه، دید تقلیل‌گرایانه، تجزیه‌گرا یا استقرایی. که میدونید که این دید کدوم دانشمند هست که میتونه بگه دید مکانیستیک؟ دکارت اینو مطرح میکنه. دکارت میگه که ما باید برای بررسی هر مسئله تا جایی که میتونیم اونو بخشای بیشتری تقسیم کنیم و انگار برای مثلا شناخت کودک، برای بررسی کودک شما باید این ارگانیسم، کل ارگانیسم رو
انقدر به صورت جزئیش بکنید تا بتونید بهتر بررسیش کنید. یا حتما دوستان میدونن که در واقع ویلهلم ووند یا ووند تو قرن 19 اومد آزمایشگاه روانشناسی رو در واقع برپا کرد و اومد با تقلید از اون همون روش علوم طبیعی اومد گفتش که اگه ما میتونیم پدیده‌های دنیا رو از طریق تجزیه، از طریق مطالعه اجزاش بیایم بشناسیم، اگه میتونیم فیزیک و شیمی رو این شکلی بشناسیم و چرا نتونیم با روان هم همین کار رو انجام بدیم. دوستان میگن که صدا و تصویر مشکل داره. چند نفر تا حالا پیام دادن. نمیدونم اگر مشکل از منه که من ورود و خروج انجام بدم یا مشکل از سیستم خودشونه. لطفاً چند نفر کامنت بدن. مشکلی نیست. آها اوکی. پس اگر چون اکثرا دارم میگن مشکلی نیست، این پس نشون میده که احتمالاً دوستان عزیز نتشون ضعیفه و حالا باید یه فکر حال نتشون بکنه. خب دوستان ببینید دید مکانیستیک یعنی چی؟ از شما یه ماشینی دارید و این ماشین باتری خالی میکنه، میبرید پیش یه مکانیک میتونه بیاد بگه که خب مثلا فلان قطعه در نظر بگیریم بشناسیم. مثلا توی بحث ارتباط بین کودک و خانواده ما نمیتونیم بدونی که در نظر بگیریم که بین این کودک و خانواده چه چیزی میگذره، تو خانواده چه اتفاقات داره میفته، سیستم رو بشناسیم که میدونید روانشناسان گشتالتی اومدن و دیدگاه سیستماتیک رو خیلی روش تاکید کردن. خب پس اینجا اگه من میخوام یه مثالی بزنم که بیشتر باز بشه، میتونیم اینطوری بگیم که ببینید شما میرید پیش یه پزشکی و شما میگید که من سرم درد میکنه، کمرم هم درد میکنه و میخوام که و خیلی بیحالم. دکتر میتونه دو جور برخورد با شما داشته باشه. یکی بیاد بگه خب برای سردردت مثلا کدوئین میدم، برای کمردردت یه پماد میدم، برای ضعف بدنت هم مثلا قرص تقویتی میدم. این یه مدل نگاهه که میاد قطعه ها رو انگار تغییر میده. یا میاد پزشک دقت میکنه و میگه خب وقتی که این علائم رو داره، مثلا میاد سوالاتی از شما میپرسه و بررسی‌هایی رو انجام میده و متوجه میشه که تو بدن شما کمخونی دارید و کمخونی روی ارگانیسم بدن شما تاثیر گذاشته. پس به جای اینکه بیاد دونه دونه اونا رو بخواد تعمیر کنه، میاد کمخونی شما رو درمان میکنه و این باعث میشه که اون علائم خود به خود رفع بشه. در مورد کودک هم همینه. بارها شده که کودکی مثلا شب ادراری داشته، میره پیش روانشناس. وقتی که ما دیدگاه مکانیستیک داشته باشیم، روانشناس میاد به علائم توجه میکنه. خب بچه شب ادراری داره، اوکی شما این کارا رو انجام بدید، این کارا رو انجام بدید و در نهایت شب ادراری بچه حل میشه و میره. و بعد اتفاقی که میفته، ببینید آخر اسلاید دقت کنید، عود بازگشت خود به خودی.
یا اون نشانه برمیگرده، یا فرایندی دیگه‌ای که ما تو خانواده درمانی میگیم جایگزینی نشانه، یا نشانه جایگزین میشه با نشانه دیگه. یعنی مثلا شب جاری از میره در میرسه که تو دیدگاه مکانیستیک اگر ما به کودک این دیدگاه رو داشته باشیم، خیلی وقتا بازگشت نشانه یا جایگزینی نشانه اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بخوایم مزایای دیدگاه کاهشگرایانه رو بگیم، این دیدگاه به این در واقع مزایاش میتونه این باشه که خب میتونه یه جورایی از اون فرمول‌های پیچیده یا اون ساختار پیچیده رو برای ما ساده سازی کنه. تو پژوهش‌ها خیلی راحت‌تر میتونیم ازش استفاده کنیم. اما زمانی که بحث درمان پیش میاد، به نظر میرسه که اینجا چون با پدیده‌ای به نام پدیده جایگزین نشانه ما مواجه میشیم، دید مکانیستیک میتونه آسیب زننده باشه. و این تصویر مکانیکی هم الان در مورد کودکان هم همین اتفاق افتاده. من اول بحثم خدمتتون گفتم که اون دید مکانیکی که بچه‌ها باید هی ارتقا پیدا کنن، رشد پیدا کنن و باید هی مهارت بیاموزند، این اصرار دائمی به این موضوع نشون میده که انگار یک دید مکانیکی رو ما نسبت به بچه‌ها پیدا کردیم. خب چالش سوم، یه لحظه من اسلاید رد نکردم. نه. سوال سوم که تو درمان کودک مطرح میشه، آیا ما تاکید کنیم بر علیت خطی یا تاکید کنیم بر علیت حلقوی؟ این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ دوستانی که خانه درمانی رو میدونن، مثلا درمان‌های سیستمی رو باش آشنا هستن، میدونن که ما علیت خطی داریم. تو علیت خطی میگیم که برای یه مشکل، هر مشکل یک علتی وجود داره. مثلا فرض کنید که حالا بخوام، البته خود علت هم 4 مدل هست، اما کلیتش اگه بخوایم بگیم، مثلا اگر فرض کن لامپ خاموش شده، میگیم علتش اینه که فیوز پریده، یا لامپ مثلا ترکیده، یا برق رفته. این میشه یک دیدگاه تک علیتی. اما تو علیت حلقوی ما به جای اینکه بیایم به یک عامل در ایجاد مشکل تاکید کنیم، میایم عوامل مختلفی رو در شکل گیری اون نشانه، اون اختلال، اون مشکل در نظر میگیریم. و تو خانواده درمانی سیستمی این مطرح میشه که فکر کنم تو اسلاید بعدی باشه، این مطرح میشه که سیستم یه مجموعه به هم پیوسته از اجزا هستش که از یک نظم و نظام خاصی داره پیروی میکنه و در جهت تحقق هدف خاصی داره پیش میره. پس وقتی که یک فردی به عنوان بیمار معلوم معرفی میشه، اون بیمار معلوم بیمار واقعی نیست. این بیمار معلوم نشانه ای از اینه که سیستم یک کارکرد معیوب داره. مثلا شما فرض کنید که یه زن و مردی رو در نظر بگید مدام با هم دعوا میکنن، مدام چالش دارن، مدام بگو مگو دارن، و این بچه میترسه که خب اینا مثلا یا حتی کتککاری دارن، و بچه همش نگرانی که نکنه مثلا تو این کتککاری ها به پدر مادرم آسیب برسه، نکنه پدر مادرم از هم جدا بشن یا منو ول کنن و رها کنن. به صورت البته ناخودآگاه هستش. بچه میاد برای اینکه به اون اتفاقی که داره میفته، اون اتفاق رو حل کنه، یک نشانه مرضی رو ممکنه از خودش نشون بده. مثلا بچه مدام مریض میشه، مدام دل درد میگیره و از مدرسه زنگ میزنن که پاشید بیاد بچه‌تون مثلا دلش درد میکنه، و بچه متوجه میشه که هر وقت که متوسل میشه به نشانه مثل نشانه دل درد، سر درد یا هر نشانه دیگه، مامان بابا دیگه دعوا نمیکنن. یعنی انگار بچه با بروز اون علامت و نشانه بیماری کمک میکنه به جلوگیری از دعوای پدر مادر، آسیب دیدن پدر مادر، نمیدونم فروپاشی از خانواده. خب و اینجاست که اون بیمار معلوم پیدا میشه. و شما فرض کنید که ما اگر بچه رو فقط حالا این بچه رو میبرن پیش پزشکای مختلف و پزشک میگه که نه این بچه به لحاظ جسمانیش مشکل نه، بچه مشکلش روانشناختی. و شما وقتی که به لحاظ سیستمی به داستان نگاه کنید، اگر فقط بخواید بپردازیم به بیمار معلوم و فقط نشانه اضطراب بچه رو درمان کنید، چون نشانه اضطراب واکنشی بوده به اون سیستم معیوب خانواده، وقتی که اون اضطراب برطرف میشه، بچه مجبور باز متوسل بشه به یه نشانه دیگه. مثلا دل درد و سر دردش فرض کنید خوب میشه و متوسل میشه به اینکه افت تحصیلی پیدا میکنه، متوسل میشه به اینکه مثلا شب جاری پیدا میکنه. چرا؟ چون باید دوباره اون خانواده رو به اون تعادل خودش برسونه، حتی اگر اون تعادل سالمی نباشه. پس ما این که اون نگاهمون به
کودک و خانواده نگاه علیت خطی باشه، اگر علیت خطی باشه احتمالاً میریم سراغ این که خب میگیم که بچه دل درد داره، اضطراب داره یا هر چیزی، بریم ببینیم بچه رو چجوری درمان کنیم. اگر علیت حلقوی باشه دنبال عوامل متعدد در هم پیچیده به هم مرتبط میگردیم که وقتی که اون عوامل حل میشه خود به خود بچه دست از اون نشانه ها برمی‌داره. چالش چهارمی که تو درمان کودک داریم اینه که من از خودم باید بپرسم که درمان من باید مبتنی بر محتوا باشه یا بر بافتار باشه. محتوا یعنی نشانه‌های بیماری. همونطوری خدمتتون گفتم یه مادری میاد به شما میگه که من چندین ساله بچه‌مو دارم میبرم مشاوره. من واقعا این کیس رو داشتم، یه مادری که دختر 15 ساله‌ای داشت و این دختر به شدت وسواس داشت، وسواس نجس و پاکی، و میگه بچه‌م هر روز اگر اشتباه نکنم میگفت 12 بار شلوارش رو عوض میکنه میرزه توی سبد و میگه نجس شده و پدرش هم همش قر میزنه که این چرا بچه اینجوریه. و خلاصه به من میگفتم دکتر این بچه از 1 سال و نیم یا 2 سالگی من مدام تا 15 سالگی دارم میبرمش مشاوره. بعد من ازش پرسیدم خب تو فرآیند مشاوره چه کارهایی انجام شده؟ مثلا میگفتش که اول با نشانه‌های احساس کردم که بچه داره خود ارضایی میکنه، با اون نشانه بردم. بعد گفتن که بیش‌فعالی داره، بعد نمیدونم نقص توجه داره، بعد فلان داره. همینجور این بچه تا 15 سالگی که الان دیگه رسیده به جایی که 12 تا شلوار عوض می‌کرد روزانه. ببینید اینجا چالشه که من درمانگر کودک با خودم مطرح کنم، این که آیا وقتی که مراجع من میگه که بچه من مثلا مشکل وسواس داره، آیا من بیام نشانه‌های وسواس رو فقط چک کنم؟ یعنی بگم که خب این وسواس داره، خب برای وسواس کودکان باید این کار انجام بده، پس این کار شما انجام بدید. یا نه بیام ببینم سوالی که از خودم میپرسم اصطلاحاً من علامت محور نگاه کنم یا ریشه محور. اینکه ببینید این نکته خیلی مهمه که من از خودم سوال کنم که چه جوری وسواس بچه رو درمان کنم، یا سوالی که چه چیزی باعث ایجاد وسواس در این کودک شده، چه چیزی در این فرایند تو این رابطه تو این سیستم اتفاق میفته که بچه برای تعدیل سیستم روانی خودش، برای اینکه از هم فرو نپاشه، مجبوره که متوسل بشه به نشانه‌هایی که ما بهش میگیم وسواس، مجبوره متوسل بشه به نشانهایی که ما بهش میگیم نمیدونم اختلال یادگیری، مجبور متوسل بشه. پس ببینید این خیلی مهمه که ما توی درمان، من با توجه تجربه‌ای که داشتم توی درمان به نظرم میرسه که اگر نشانه‌هایی رو والدین مطرح میکنن، در واقع اولین سوال من این باشه که چی باعث شده که این بچه این نشانه‌ها رو ایجاد کنه. ببینید از دید من اینجوری فکر میکنم که روان همه انسان‌ها نیاز به تعادل داره، همه ما نیاز به تعادل داره روانمون، و همیشه تو زندگی ما اتفاقاتی میفته که به این روان، به این سیستم فشار وارد میکنه. همه ما میایم و برای اینکه این فشار رو از روی روانمون برداریم که از هم فرو نپاشیم یه راهکارهایی رو به کار میبریم. این در مورد کودکان هم صدق میکنه. وقتی کودک در درون خانواده نیازهای اساسیش تامین نمیشه، وقتی الگوهای غلط ارتباطی، وقتی که نمیدونم ترسای بین نسلی و غیر و غیر اتفاق میفته، در هر شکل کودک در معرض فشار شدید قرار میگیره، این فشار رو دوستان باید چیکار کنه؟ باید یه جوری تعدیلش کنه. پس اگر نمیتونه بچه بگه که مامان چقدر به من گیر میدید، چقدر مقایسه میکنید، چقدر فلان میکنید، وقتی اینو نمیتونه بگه چیکار میکنه؟ از طریق بروز یک علامت، انگار من میگم روان اعتراض خودش رو نشون میده. خب پس ما اگر ندونیم که چه چیزی داره به این سیستم فشار میاره و اعتراض روان این کودک چیه، این به نظر مثل درمان اینها خیلی ما رو در واقع به جای مناسب مطلوبی برای بچه نمیبره. حالا اینکه فرآیند ایجاد مشکل چیه، من میخوام خدمتتون چند تا نظریه رو بگم که البته میدونیم که
هر کسی، هر نظریه پردازی که خب هر نظریه پردازان نظرشون خیلی ارزشمنده، حتما همشون نقاط قوت و ضعفی دارن. مثلا رفتارگرایی میگه که یادگیری باعث ایجاد مشکل میشه، سیستمی که خدمتون گفتم، نظریه رابطه محور یک سری مسائل رو میگن. در هر صورت به نظر میرسه که وقتی که ما فرایند ایجاد مشکل رو از طریق نگاه‌هایی که الان خدمتتون میگم نگاه میکنیم، به نظر میرسه شاید بهتر بتونیم فرایند ایجاد مشکل مراجع رو تبیین کنیم و در نظر بگیریم. یه سری نظریات هستن که نظریات روانپوشی و روابط ابژه هستن که روی ارتباط خیلی تاکید میکنن. حتما اسم افرادی مثل ملانی کلر، وینیکات، کرنبرگ، پوهاد، بیون و اینها رو شنیدید. توی نظریه روانپوشی یا روانپوشی جدید مهمترین تفاوتشون با روانکاوی کلاسیک چیه؟ تو روانکاوی کلاسیک مثلا فروید میگفتش که در واقع نشانه ها اون وقتی مراحل رشد روانجنسی دچار مشکل میشه و بچه تو مکانیزم همانندسازی دچار مشکل میشه، میتونه نشانه هایی رو ایجاد کنه. یکی از بزرگترین تفاوت هایی که تو نظریات روانپوشی وجود داره نسبت به کلاسیک اینه که محوریت ارتباط کودک والد، مخصوصا کودک مادر. شما اگه نظریات کلاسیک رو بدونید و خونده باشید میبینید که چقدر رابطه کودک با مادر تاکید میکنه. یا وینیکات، میدونید وینیکات یک روانپزشک، اول یک متخصص کودک بوده که میگه که من اینقدر به روابط مادر و بچه دقت کردم که اگر الان یه بچه‌ای روی کالسکه باشه و به من بگن این بچه کیه و چه جوریه، میگم که باید ببینیم اون کسی که این کالسکه داره میرونه کیه و چه جوریه. یعنی یه جورایی وینیکات به شدت اعتقاد داره که اون ارتباط بین والد و کودک از همون روزهای اولیه کودکی شکل میگیره، اون ارتباط یک نقش آینه واری رو روی تصویری که کودک از خودش داره میذاره. یعنی چی؟ یعنی انگار کودک خودش رو و تصویری که از خودش شکل میده رو در آینه مادر میبینه و اگر اون آینه تصویر کج باشه، تصویر تصویری که مادر به من میده کج بشه، منم خودم رو اون شکلی میبینم. و اگر اون آینه شفاف باشه، تصویری که مادر به من میده تصویر شفافی باشه، من هم خودم رو یک آدم شفاف میبینم. و این خیلی مهمه به نظر من. حالا شاید بعضی دیدگاه وینیکات رو یه ذره افراطی میدونن، اما از یه بخشایش واقعا خیلی به درد جلسات درمان میخوره. وینیکات میگه که چیزی به عنوان کودک وجود نداره و کودک نمیتواند بیرون از یک رابطه با یک مادر وجود داشته باشد. من از تصویر صحبت کردم، میخوام یه ذره بریم رو بحث تصویر و یکی دو تا تجربه جالبی که خودم درمان داشتم و خدمتتون بگم. اگر این فرض رو قبول کنیم که کودک خودش رو در آینه مادر بازشناسی میکنه، ما میگیم مادر تصویر رو که داره از کودک رو توی اون آینه به کودک نشون میده. سوال مهمی که مطرح میشه اینه که اون تصویر از کجا میاد؟ چرا مثلا ممکنه که من تصویری از یک کودک منفعل تنبل رو در اون آینه به کودکم نشون بدم و یک مادری تصویر کودک مثلا قوی، زرنگ و باهوش رو نشون بده؟ آیا این تصاویر از خلأ میان؟ آیا این تصاویر همینجوری شانسی به وجود میاد؟ به نظر میرسه که اینجور نیست. من فکر میکنم این بررسی ذهنی خودمه که شاید بشه این رو از طریق رویکردهایی که بر object relation تمرکز دارن بگیم. همونطور که مستحضر هستید میدونید که تو رویکرد در روابط ابژه این مطرح میشه که ما ابژه های مهم زندگیمون، افراد مهم زندگیمون که معمولاً پدر، مادر و خواهر و برادر هستن، در دوران کودکی این ابژه ها برای ما میشن الگویی از نگاه ما به دنیا، از هیجانات و احساسات و افکاری که نسبت به دیگران در سالهای بعدی عمرمون تجربه میکنیم. مثلا اینکه اون انگار که اون تصویری که من از همسرم، از فرزندم، همکارم، دوستم، رئیسم و استادم دارم میتونه فرافکنی شده یه تصویر ابژه های اصلی زندگیم باشه. جایی که من هیجانات مثبت یا منفی زیادی رو تجربه میکنم میتونه رد پای یک ابژه رو به من نشون بده. و نکته خیلی جالبی که توی روابط ابژه مطرح میشه اینه که میگه که
هیچ عشق خالصی وجود نداره. تنها یک عشق خالص توی دنیا وجود داره. فکر کنید عشق کی به کی باشه؟ نه، مادر به فرزند نه. نه، عشق مادر به فرزند خالص نیست. چرا؟ عشق فرزند به مادر خالص ترین عشق. یعنی چی؟ دوستان مگه ما نمیگیم که، البته بر اساس رویکرد روابط ابژه، میگه که وقتی که مادر اصلا یک انسان رو در نظر بگیریم، روابطش با دیگران رو بر اساس فرافکنی‌های ابژه‌های اصلی زندگیش تنظیم کنه. مثلا اگر من یک مادر خیلی سختگیر داشته باشم، ممکنه که هم در واقع این ویژگی‌ها رو در همسر خودم فرافکنی کنم و همسرم رو بدل ابژه مادر بدونم و با همسرم بر سر این مثلا سختگیری‌ها بجنگم. خب و جالبی که من خودم تو جلسه درمان بهش رسیدم اینه که خیلی وقتا تصویری که مادر نسبت به بچهش داره فرافکنی ابژه‌های زندگیشه و این خیلی عجیب و غریبه. جایی ندیدم ولی تو تجربیات درمانم متوجه شدم، توی مراجعانم که اختلالاتشون یا مشکلات کودکانی مشکلاتشون خیلی شدیده، من رد پای فرافکنی و تصویرها رو زیاد می‌بینم. حالا یه مثال براتون میزنم که متوجه بشید. یه مراجعی داشتم، بچه دوقلویی داشتش که دختر و پسر بودن و اینا کلاس دوم بودن و دختر به شدت دختر منضبط درس خون، از این دختر خوبا که همه دوستش داشتن، و پسر از این پسرهای با نشانگان بیش‌فعالی، پرخاشگری، ناسازگار. و حالا همه اینا به کنار، رنجی که مادر می‌برد این بود که میگفت من نه خودم سیگاریم نه همسرم سیگاریه، ولی بچه من میگفت چیزی که بیشتر از همه منو زجر میده این که تو جلو خونه راه میره و ادای آدم سیگاریا رو در میاره. میگفت انگار دنیا رو سر من خراب میشه. من یه لحظه اصلا فکر کردم، گفتم خب ببین محیط خونه که مثلا تقریبا یکی بوده برای بچه‌ها، محیط رحم هم حتی برای بچه‌ها یکی بوده، چون اینا دو قلوان دیگه. اومدم یه سوال از مادر پرسیدم، گفتم که زمانی که شما متوجه شدین که اصلا دوست داشتین که بچه دار بشین؟ گفت آره من عاشق بچه بودم. گفتم زمانی که متوجه شدین دو قلوان؟ گفت خیلی خوشحال شدم. و زمانی که متوجه شدین دختر و پسر هستن؟ گفت بازم خیلی خوشحال شدم. گفتم که اصطلاحاً جنسم جوره. در این حال حالا یه مقدار که سوال رفتیم جلوتر، گفتش که در مورد پسرم این نگرانی رو نمیدونم هاش ناخودآگاه شدم که نکنه بچه‌م معتاد بشه. خب اینو دقت کنید. خب این چیزی که این ترسی که مادر داره از خلا به وجود نمیاد. هیچ ترسی تو وجود ما از خلا به وجود نمیاد. چرا مادر فکر نکرد که به این که مثلا نکنه بچه‌م مریض بشه؟ چرا به این فکر نکرد که نکنه بچه‌م درس خون نباشه؟ چرا به این فکر کرد که بچه‌م معتاد نباشه؟ بعد من ازش سوال کردم که آیا تجربه‌ای تو اطرافیانت داشتین که مثلا فرد معتاد باشه؟ گفت بله، من یه برادری دارم که حالا تک پسر خانواده‌ام هست و خیلی از بچگی مورد توجه بود. البته به همون میزانی که مورد توجه بود خیلی مورد کنترل مادر و پدرم بود، و مخصوصا مادر. و مرور زمان این بچه میره و اعتیاد پیدا میکنه و اصطلاحاً همه خانواده رو سالهاست اعتیاد این بچه درگیر کرد. ببینید چه اتفاقی داره میفته. یعنی انگار که حالا من اسمشون رو به صورت مستعار میگم. مثلا فرض کنید که اگر اسم پسرش ایلیا باشه، اسم برادرش محمد، انگار مادر، این که میگیم عشق مادر به فرزند خالص نیست تو روابط ابژه، انگار که مادر هم زمانی که فرزنددار میشه، بسته به جنسیت، بسته به اون شرایطی که هست، بسته به اون حتی سیگنال هایی که از بچه میگیره، یک فردی رو که اون فرد میتونه خودش باشه یا میتونه اطرافیانش باشن، افراد مهم زندگیشون باشن، فرافکن میکنه روی بچه. انگار الان تصویر محمد افتاده بود روی کی؟ ایلیا. و اگر تصویر محمد بیفته روی ایلیا، مادر احتمالاً تو اون فرایند آینه‌واری که وینیکات و درمانگر پویش بهش اشاره میکنن، ناخودآگاه رفتارهایی رو نشون میده که پیام‌هایی رو با بچه مخابره میکنه که این ترس و نگرانی مادر رو بچه دریافت میکنه. من میگم اصطلاحی که خودم براش گذاشتم اینه که میگم که بچه تصویر والدین رو بازی میکنه یا سعی میکنه که نقشش رو ایفا کنه به صورت کاملا ناخودآگاه.
و وقتی که مادر اینو گفت شروع کرد به گریه کردن و در واقع در مورد محمد گفت که چقدر زندگیشون رو آسیب زده و باورتون نمیشه با یه مکالمه خیلی ساده‌ای که ما انجام دادیم، این که من تو همون جلسه صحبت کردم که محمد و ایلیا چه شباهتایی با هم دارن و یه تکلیف کوچیک بهش دادم و هدفم این بود، یعنی تمام هدف من این بود که این تصویر محمد روی ایلیا برداشته بشه و اون منحصر به فرد بودن و اینکه اصلا ایلیا یه موجود دیگه، اصلا ایلیا محمد نیستش، در ذهن مادر بتونه این اتفاق بیفته. و مادر من جلسه بعد اومد گفتش که خانم دکتر معجزه شده. گفتم چطور؟ گفت ایلیا دیگه اون حرکتاشو، نه تنها دیگه اون حرکتاشو انجام نمیده، خیلی بچه آرومتری شده. اینجا چه اتفاق افتاد؟ من که کار خاصی من معجزه‌ای نکردم، معجزه در درون مادر بود که اتفاق افتاد. یعنی زمانی که مادر متوجه شد که ایلیا محمد نیست، باعث شد که در واقع مکانیزم ذهنی مادر، اون پیام‌هایی که به صورت ناخودآگاه به ایلیا مخابره می‌کرد، باعث شد که در واقع ایلیا یه فردی بشه که دیگه قرار نیست به سمت اعتیاد کشیده بشه. و البته ما دو سه جلسه دیگه هم کار کردیم رو موارد دیگه و خدا رو شکر اون کیس کاملا درمان شد. پس توی درمان کودک دوستان نمیخواد دنبال چیزای عجیب غریب بگردیم. حتی گاهی وقتا ممکنه تحلیلمون روانکاوانه باشه اما نیاز به اون فرآیندهای طولانی مدت روانکاوی نباشه. خیلی وقتا شما وقتی ابژه زدایی میکنید، فرافکنی زدایی میکنید، مخصوصا تو اختلالات شدید، مشکلات شدید کودکان، میبینید که چقدر بچه خودش میشه. ببین همون کاری که برچسب‌های بیرونی، اون بلایی که برچسب‌های بیرونی روی بچه‌ها میذاره، فرافکنی‌های والدین هم روی بچه‌ها میذاره. حالا این من چیزای عجیب و غریبی در موردش به دست آوردم که الان ان شاءالله توی فرصت مناسب بیشتر در موردش باهاتون صحبت میکنم که چقدر دنیای ذهنی و نسلی والدین و فرزندان به هم مرتبط میتونه باشه. خب پس چالش ما این بود که آیا ما بیایم ارتباط محور فکر کنیم یا نه، که حالا من یه مثالی رو تو این زمینه خدمتتون زدم. نکته جالب دیگه که به همون بحث قبلیمون ربط داره، ترس‌های بین نسلی هستش. ببینید من الان خدمتتون گفتم گاهی وقتا فرافکنی ابژه توسط ابژه های مهم زندگی ما اتفاق میفته، گاهی وقت اون ابژه خودمونیم. یعنی یه تکلیفی رو با دانشجو سر کلاس انجام دادیم، از بچه‌ها پرسیدم که بچه‌ها هر کدوم تو نسلتون و طایفتون اون ترسی که خیلی بیشتر همتون رو درگیر کرده رو یا تو نسلتون درگیرتون کرده رو بنویسید. و اومدیم 8 تا طبقه بندی پیدا کردیم. ترس از این که نکنه بچه‌م بیمار بشه، یعنی هیته مریضی، نکنه درس خون نباشه، نکنه پولدار نباشه، نکنه مؤمن نباشه، نکنه بیادب باشه و روابط اجتماعی بلد نباشه. 7 تا خلاصه دسته‌بندی رو پیدا کرد. و من به این نتیجه رسیدم که هر کدوم از والدین انگار بر اساس اون انتقال بین نسلیشون، حتی اگه خود ما الان دقت کنیم می‌بینیم انگار 2-3 تا ترس توی خانواده ما انگار هی داره نسل به نسل منتقل میشه. و اینجاست که ما می‌بینیم که یک والد که فرض کنید که ترس بین نسلی خودش اینه که من که درس نخونم، من نتونستم درس خونم، یا همیشه من به عنوان یک بچه تنبل بودم، حالا میخوام که بچه من بیاد این خلا رو پر کنه، یعنی من و بچه‌م یکی میشم. دوستان اینو دقت داشته باشید، هر جایی که من و فرزندم یکی بشیم، هر جایی که من و فرزندم یکی بشیم و به اصطلاح بوئن، تو نظریه بوئن که خیلی نظریه قشنگیه و احتمالا خیلی از دوستان در جریانش قرار دارن، اون تمایز یافتگی، اون تفرد اتفاق نیفته، باعث میشه که من از بچه‌م بخوام که اون ها رو بر من برآورده کنه و بر اثر اون فشار یا ممکنه بچه‌م برآورده کنه، مثلا بشه پروفسور، برای یه پروفسور افسرده، یا اینکه یک بچه‌ای بشه که همش از درس فراریه. این نکته به شدت مهمه و تو جلسات درمان ما میتونیم با تکنیک‌های خیلی ساده این ترس‌های بین نسلی پی ببریم. حالا بوئن میگه که ترس‌های بین نسلی، البته واژه انتقال بین نسلی رو به کار می‌بره، میگه که انسان باید تلاش کنه که از خانواده اصلیش
اون تفرد در حد نرمال رو پیدا کنه تا به اون رشد برسه. من در مورد کودک واژه‌ش رو اینجوری گذاشتم، گفتم که مادر باید تلاش کنه که از بچهش منفک بشه، یعنی بچهش یه موجود مستقل ببینه. شاید خیلی وقتا اون چیزایی که ما اسمش می‌ذاریم ارث و ژنتیک، حتی با این چیزی که الان خدمتتون گفتم قابل توجیه باشه که هست واقعا. گاهی وقتا مادر دلش میخواد که بچه‌ش رو ناخودآگاه به شکل عمه خواهر خودش ببینه که ازش متنفره، شکل خواهرش ببینه که همیشه با هم رقابت داشتن، شکل نمیدونم خودش ببینه که همیشه ترسو بوده و الی آخر. و تو این فرافکنی زدایی به زیبایی وقتی که مادر متوجه میشه که این بچه یک موجود مستقله و یه موجود توانمنده و یه موجودی هستش که نه عمه منه، نه خاله منه، نه خواهر شوهرمه، نه شوهرم، بعد میبینی که بچه چقدر به سرعت رشد میکنه و اون علائم از بین میره. به جای اینکه ما ساعت‌ها بشینیم بچه رو در جلسات درمان وارد کنیم به شکلی که حالا جلسات متعددی رو پیش ببریم، وقتی فرافکنی ها کم میشه شما میبینید که علائم به سرعت ناپدید میشه. چالش پنجم و چالش آخری که من به عنوان درمانگر کودک باید بهش توجه کنم، تأکید بیشتر و اقتدار درمانگر یا خودمختاری بیمار. گاهی وقتا تو نگاه مکانیستیک، تو نگاه کاهشگرایانه و تو نگاه علیت خطی، اگه ما اون نگاه داشته باشیم، یه جوری نگاه والد معاونه به مراجعمون داریم، به کودک، به والدین. شما اومدین یه آدمایی که هیچی نمیدونید، خودتونم که اون فرآیند شفا بخشی رو ندارید، منم که همه چیزو میدونم، آهان اسم این اختلال اینه، این پروتکل براش وجود داره، بشینید تا من شما رو درمان کنم. یعنی اینجا در واقع اون اقتدار درمانگر میخواد نقش بازی کنه. یه نگاهی دیگه هم میتونیم داشته باشیم، همون نگاه رشد محورانه، نگاه انسان توانمند، نگاه راجرزی، نگاه آدلری، که درمان یک فرایند مشارکتی بین درمانگر و والد هست و من به جای اینکه بخوام راهکار بدم باید ببینم که چه اتفاقی داره تو این فرایند میفته. یعنی انگار فقط ما نقش اینو داریم گرد و غبار از روی آینه پاک کنیم. من خیلی وقت دانشجوام سر کلاس میگم بچه‌ها اینا رو، این همه این چیزایی که خدمتتون گفتم خیلیش خودم تجربه کردم تو درمان، شاید دارم چکیده تجربیاتمو خدمتتون میگم. هر چقدر ما تلاش کنیم که توی جلسات درمان داستان خانواده رو بشنویم، داستان منحصر فرد، البته که عوامل مشترکی هم وجود داره، مثل همون سبک زندگی، مثل سندرم صفحات الکترونیک که حتما به اونا توجه میکنیم. در کنارش حتی اینکه ممکنه که دلیل اینکه یک بچه‌ای به شدت درگیر موبایل هست یا بازی‌های آنلاین هست شاید مربوط باشه به یک داستان منحصر فرد خانواده. من به بچه‌ها میگم، به دانشجوام میگم بچه‌ها وقتی که یه مراجع میشینه حرف میزنه فکر کنید که یه فیلم سینمایی قراره نمایش بشه، شما فقط اسم اون فیلم رو شنیدید، شاید هم کاراکتراشو کلی میشناسید، اما اگه به شما بگن اون فیلم رو تعریف، مثلا میگن این فیلم در مورد طلاقه، این فیلم در مورد آدمرباییه، بازم یه کلیتی شما شنیدید دیگه، باز جزئیاتو نمیدونید. چیکار میکنید اگه من به شما بگم خب این فیلم در مورد آدمرباییه، این شخصیت تو این فیلم چیکار میکنه، شما میگید من نمیدونم چیکار میکنه، من فقط میدونم آدمرباییه. در مورد مراجعین هم همینطوره. بله ممکنه ما 4 تا مراجع در آن واحد، یعنی تو یک روز بیان پیش ما 4 تا مراجع کودک که 4 تاشون مثلا لیبل بیش‌فعالی خورده باشن، علائم مجموعه علائم مثلا چه میدونم سلوک رو داشته باشن، مثل همون عنوان فیلم است. اما اینکه توی این فیلم چه چیزی میگذره، اینجا اگر من نگاه خودمختارانه به بیمار داشته باشم و اون نگاه اقتدار معاونه درمانگر رو نداشته باشم، در یک موضعی که من چیزی نمیدونم میشینم با مراجع داستان زندگی مراجع رو میشنوم و در فرایند شنیدن داستان مراجع هست که من با کمک مراجع متوجه میشم که آهان علت این که این بچه این علائم نشون میده انگار که اینه که این فشار داره از این سمت بهش وارد میشه، این بچه که مدام صبح تا شب بازی آنلاین انجام میده احتمالاً اینه و الی آخر. این یه هنره. شاید من الان به شما میگم فکر کنید خیلی ساده است، اما این که ما به عنوان درمانگر تو اتاق درمان بشینیم و سر و پا گوش ببینیم که والدین، مادر در مورد زندگیش، رابطش با بچهش از همون ابتدا تا الان چه سرگذشتی گذرونده و وسوسه نشیم که سریع بخوایم یه چه میدونم علت یا ریشه‌ای رو بدیم و یه راهکاری بدیم. یه هنره که
به نظر میاد که باید خیلی روش تمرین کرد و کار کرد. خب این 5 تا چالش رو من خدمتتون مطرح کردم که به نظر میسه که اگر شما میخواین یک درمانگر کودک موفق باشین، بهتره که تکلیف خودتون رو با این چالش ها تا حدودی مشخص کنید. البته که من بگم یه 0 و 100 ما نداریم، یعنی ما بیشتر بحثمون بحث اینه که بیشتر تمرکزمون رو کدوم جنبه باشه، وگرنه خب 0 و 100 وجود نداره واقعا. پس اگر بخوام این بخش رو خلاصه کنم، اینطوری میتونم بگم که درمانهای اثر بخش کودک درمانهایی هستن که این 4 تا نگاه رو داشته باشن. نگاه رشد محورانه مثل درمانگران انسانگرا، نگاه سیستمی مثل درمانگران سیستمی که البته اینا افراد دیگه هم هستن، من فقط بولدها رو دارم میگم. نگاه ارتباط محور مثل باز هم آدلر، راجرز، کلاین، وینیکات، بالبی و الی آخر، و نگاه ریشه محور. به نظرم میرسه که اگر ما به این جنبه ها و این مدلی شاید بیشتر نگاه کنیم، بتونیم تو فرآیند درمان موفق بشیم. خب من قراره یه بحثی هم در مورد منتالیزیشن داشته باشم. اجازه بدید این بخش رو آخر بذارم بر اساس اون تایمی که میمونه، چون این پرسش و پاسخی هم داریم. یا میخواین بزنین همین الان بگم؟ ببینم ساعت چنده. چون تایممون یه مقدار محدوده، من منتالیزیشن و ظرفیت تأملی رو تو درمان کودک میگم خدمتتون و انشالله قول میدم که بعداً توی تایمی این بحث رو بیشتر باز کنم، چون خیلی بحث گسترده و در این حال خیلی جذاب و زیبایی هست. چرا من اینو آوردم آخر؟ به این دلیل که خب یه درمانی هستش که نوتر، جدیدتره و البته که در دلش همه مفاهیمی که من الان خدمتتون گفتم نهفته است. خب پیتر فونوگی اومده از اون پیش‌فرض‌های روانکاوی استفاده کرده و اومده درمان‌های مختلف رو با هم ترکیب کرده و منتالیزیشن رو اصطلاحاً آورده. ولی وقتی من نظریه‌شو میخونم میبینم که ناخودآگاه در دل نظریه بحث سیستم هست، بحث آبژکت هست. حالا برداشت من حداقل اینه، بحث رویکرد انسانگرا هست و انگار من بتونم صدا و تصویر الان هستش. یه لحظه من اسلایدها رو بارگذاری کنم. خب داشتیم در مورد منتالیزیشن صحبت کردیم. پس گفتیم پیتر فونوگی در واقع این رو مطرح میکنه که همه انسان‌ها وقتی که به دنیا میان یک ظرفیت منتالایز کردن رو با خودشون به همراه میارن که البته در ارتباط با تجربیات محیطی و ارتباط با انسان‌ها این ظرفیت میتونه که تقویت بشه. منتالایز کردن یعنی چی؟ که حالا با واژه‌ای مثل ذهنی سازی یا ذهنیت سازی ترجمه شده، به این معنی هستش که به نظر میرسه که همه ما یک دنیای درون روانی داریم. این دنیای درون روانی شامل خیلی چیزا میشه: احساسات، افکار، هیجانات، نیازها، تصاویر حتی و باورها و عقاید و خیلی چیزهای دیگه. اگر مجموعه این دنیای درون روانی رو در نظر بگیریم، ما از آینه این دنیای درون روانی به پدیده ها نگاه میکنیم. مثلا شما فرض کنید که ما توی مهمونی شرکت می‌کنیم، حتما اتفاق افتاد، زیادم برام اتفاق، مثلا همون فیلمو که خدمتتون مثال زدم،
یه فیلمی رو من و شما یا من و دوستم مثلا میریم با هم دیگه میبینیم و بعد وقتی که میایم بیرون نظری که در مورد این فیلم داریم از فیلترهای مختلف دنیای درون روانیمون رد میشه تا در نهایت به ما این رو در ما یک نتیجه‌گیری در مورد این فیلم میشه. مثلا من میگم وای چقدر فیلم خوبی بود، چقدر عالی بود، چقدر نمیدونم اون پردازش خوب، چقدر مفهومش عالی بود و مثلا دوست من میگه که نه اتفاقا به نظر یه فیلم به درد نخور و مزخرفی بود، اصلا به درد نمیخورد این فیلم. خب انگار که ما پدیده‌های اطراف و محیط اطرافمون رو به شکل واقعی تجربه نمی‌کنیم، از فیلتر دنیای درون روانی و درون ذهنی خودمون بهش نگاه می‌کنیم و ازش عبور می‌کنیم. و یک دنیای درون روانی یا درون ذهنی هم اطرافیان ما دارن که حالا بخوایم اگر کودک و مادر رو مثال بزنیم، کودک یک دنیای درون روانی و درون ذهنی داره و مادر هم یک دنیای درون روانی و درون ذهنی داره که اونم شامل احساس و افکار و هیجانات و اینهاست. دنیای درون روانی مادر از چه چیزهایی ساخته شده؟ حالا بخوایم نظریه‌ای نگاه کنیم از اون چیزهایی که تو سیستم خانواده‌اش اتفاق افتاده، از روابط ابژه‌ایش، از ترس‌های بین نسلیش، از فرافکنی‌هاش، از تصاویرش، از اتفاقات و خیلی چیزهای دیگه. و دنیای درون روانی کودک انگار که در ارتباط با اون دنیای درون ذهنی مادر شکل میگیره. پس ما میگیم ارتباط ما به دنیای بیرون دنیای ارتباط واقعی نیست، اما هر چقدر که ما قدرت منتالایز کردن داشته باشیم، میدونم اسلاید بزرگ کنم، هر چقدر که قدرت منتالایز کردن داشته باشیم، چجوری میشه اسلاید بزرگ کرد؟ این باعث میشه که انگار بتونیم دنیای درون روانی خود و دیگران رو بهتر حدس بزنیم. در واقع یه واژه‌ای رو تو منتالیزیشن خیلی بهش اشاره میشه، واژه ظرفیت تأملی. هر یک از ما برای حدس زدن دنیای درون روانی خودمون و دیگران یه ظرفیتی داریم. گاهی وقتا ظرفیت من خیلی کوچیکه، گاهی وقتا ظرفیت من خیلی بزرگه که به عوامل و فاکتورهای مختلفی میتونه مرتبط باشه. ظرفیت تأملی به این معنی هستش که مثلا یه مثال بزنید عینی براتون بزنم. یه مادری داره با بچهش بازی میکنه و همونطور که داره با بچه بازی میکنه و بچه حرف میزنه، بچه مثلا یه شیئی رو پرتاب میکنه، یا بچه رفته امروز پیش دبستان، اول روز پیش دبستان و میاد خونه مثلا حرف زشتی رو میزنه، یا مثلا بچه موقعی که میخواد غذا، مادر داره بهش غذا میده، سرش اینجوری میکنه که من دیگه غذا نمیخوام. خب اینجا دو تا نگاه میتونه مادر به این رفتارهای بچه داشته باشه. یک نگاه به دنیای بیرونی و فقط رفتار بیرونیه که بچه داره، که اگر مادر فقط به این شکل نگاه کنه میتونه رفتار بچه رو اینجوری تعبیر کنه که این بچه لجبازه، عمدن میخواد لج منو در بیاره، این بچه پرخاشگره، این بچه بی‌ادبه، این بچه میخواد با من سر ناسازگاری بذاره. یعنی تحلیل مادر از اون دنیای درون روانی بچه صرفاً بر اساس رفتارهای بیرونیش هست. چون بچه وسیله رو پرت کرد، چون فلان رفتار رو انجام داد، پس میخواست که این کار رو انجام بده. اما به میزانی که ظرفیت تأملی ما بالاتر میره، ما مثلا فرض کن حالا این مادر اگر ظرفیت تأملی بالاتری داشته باشه، میتونه دنیای درون روانی یا درون ذهنی پشت این رفتارهای بیرونی رو هم ببینه و حدس بزنه. این که ما میگیم ببینه لزوما این نیست که 100% بتونه واقعیت اون دنیای درون روانی رو ببینه، نه، این که توانایی حدس زدن اون دنیا رو داشته باشه. مثلا چی؟ مثلا اینکه وقتی که بچه حالا وسیله پرت میکنه، یا مثلا شما مادر داره لباس بچه میپوشه، بچه میگه خودم، بعد مادر میگه ای چقدر لجبازی میکنی، این چقدر بچه من لجبازه، رفتار بچه رو تعبیر میکنه به لجبازی. به میزانی که مادر منتالایز شده باشه و ظرفیت تأملی بالاتری داشته باشه، انگار یک دوربین رو در دست داره و میتونه دنیای پشت ذهن این رفتار این کودک رو نگاه کنه، که متوجه میشه که وقتی که بچه میگه میخوام خودم بپوشم، در واقع منظورش اینه که میخوام خودم تجربه کنم، میخوام مستقل باشم، میخوام بلد بشم که لباس بپوشم، میخوام از تو یاد بگیرم، چه خوش آمد که تو خودت لباس پوشی، میخوام مثلا همانند سازی کنم، میخوام از تو تقلید کنم. خب در واقع یه جورایی مادر میره در ورای رفتارهای بیرونی احساسات، انگیزه ها، افکار، نیازها و هیجانات بچه رو هم مشاهده میکنه. و تحقیقات و پژوهش‌ها نشون داده افرادی که قدرت منتالایز کردن بیشتری دارند
باعث میشه که این در واقع بتونن به دنیای درون روانی آدم ها نزدیکتر بشن و معمولا افراد منعطف‌تر، سازگارانه‌تر هستن و سلامت روان بهتری دارن. چون این افراد در مورد خودشون هم این شکلی هستن. مثلا اگر فرض کن تو کنکور فرد شکست میخوره، توی کار یا توی پروژه شکست میخوره، باز میتونه اون دوربین رو، لنزش رو بزرگ کنه و بتونه اون دنیای درون روانی خودش رو با ابعاد مختلف و گسترده خودش ببینه و درک کنه. پس یکی از اهداف مهم منتالایز کردن ایجاد موضع تأملی در والدینه و این به شدت کمک میکنه. مثلا توی جلسه درمان دوستان، مخصوصا برای مادرایی که یه مقدار سطح آگاهیشون، ذهن سازیشون پایینه، گاهی وقتا همین تلنگرها خیلی میتونه کمک کنه به اینکه اون ارتباط بین مادر و کودک ارتباط سالمتری باشه. مثلا من یه مراجعی داشتم که این یه نوجوانی داشت که یه بچه‌ای بود، بچه‌ای که حالا از دید خانواده خیلی ناسازگار، بچه‌ای بی‌ادب، بچه‌ای پرخاشگر و الی آخر، که بدون اجازه پدر سویچ ماشین پدر رو برمی‌داشت و میرفت بیرون با اینکه گواهینامه نداشت. حالا رفتارهای مختلف بود، ولی این تیکه‌شو من فقط میخوام بگم که من از مادر سوال کردم و گفتم که به نظر تو وقتی که حالا فرض کنیم پوریا میره سویچ رو بر میداره و مثلا بدون اجازه شما، با اینکه میدونه وقتی که برمیگرده دعواش میکنید و پدرش به شدت عصبانی میشه، بیاین سر ببینیم که پوریا احتمالاً چه چیزهایی رو تو ذهنشه، یا اینکه چه چیزی باعث میشه علیرغم اینکه میدونه که تنبیه پشت سر این رفتارش این کار رو انجام میده، ممکنه که پوریا بخواد که پیامی رو به شما برسونه یا چیزی در ذهنش باشه. که همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم، یادم مادر این صحبت رو کرد که یعنی بدون اینکه حالا من پیش‌فرض رو داشته باشم به اون شکل، مادر این صحبت کرد که یعنی پوریا میخواد که به ما بگه که ببینید انقدر مثلا منو درگیر خودتون که یا من گیر دادید، من اگه بخوام خودم میتونم کارامو انجام بدم. یعنی پوریا میخواد اینو بگه، یعنی همینجور مادر صحبت کرد و من نگفتم آره و نگفتم خودتون چی فکر میکنید. و اون جلسه اولمون بود یادمه، و مادر وقتی از جلسه داشت میرفت بیرون گفت خانم دکتر نمیدونم چه اتفاق افتاده و خیلی حالم خوبه و احساس میکنم که من تازه دارم پوریا رو میشناسم و میبینمش. یعنی همونطور که خدمتتون گفتم توی درمان خیلی وقتا شما وقتی که به افراد کمک کنید، البته اینا تکنیک داره و همین راحتی که من گفتم شاید نباشه، باید کیس به کیس فهم کنه، تکنیک‌های مختلفی داره، اما شما هر چقدر که به مادر، پدر و والدین کمک میکنید که ظرفیت تأملشون بره بالاتر، به شدت روی افزایش ظرفیت تأمل کودک تاثیر داره. یعنی اگر من رفتار بچم رو به عنوان که رفتار پرخاشگرانه نبینم، ما گفتیم تو اسلاید قبلی من خدمتتون گفتم که کودک تصویر والدین انگار ناخودآگاه بازی میکنه. اون کودک هم به این نتیجه میرسه که من بچه پرخاشگر، لجباز و اینها نیستم و من میتونم نیاز خودم رو به یه شکل مناسبتری به خانواده‌ام، به والدینم ابراز کنم. پس همینطور که توی این اسلاید میبینیم، ما مادر رو، حالا مادر دلیل داره که خیلی رو مادر تاکید میشه، چون اصلا تو روایت روانپزشکی جدید روی مادر حساب ویژه‌ای باز هست که حالا بعدا دلیلش میتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی مادر تشویق میشه که با وضعیت روانی کودک خود آشنا بشه و والدین رو نسبت به درک دنیای درون کودک کنجکاو کنه. من از این جمله فونوگی همون مفهوم تفرد بوئن رو برداشت میکنم، همون مفهوم رشد گرایانه راجرز رو برداشت میکنم، همون مفهوم کنترل آدلر رو برداشت میکنم. شاید فونوگی به اینا اشاره نکنه، ولی شما دوستان وقتی از بالا نگاه میکنید میبینید که به چه زیبایی منتالیزیشن داره مفاهیم نظری های دیگر رو، حالا مثلا نظری که تو اون چالش ها مطرح کردم رو داره طوری بیان میکنه، طوری میخواد در ذهن والد جا بندازه که در نهایت هدفش اصلا چی از منتالیز کردن؟ اینکه بتونه مادر بچه رو به عنوان یک موجود مستقل از خودش، از ابژه‌هاش، از سوژه‌هاش، از هر چیزی که توی زندگیش هست ببینه، موجود متفاوت که افکار، عقاید و احساسات متناسب خاص خودش رو داره
و بنابراین وقتی که نتیجه این نگاه چی میشه، نتیجه این که من بچه دیگه فشار نمیارم به بچه، در واقع الگوهای غلط ارتباطی که دسی و رایان میگن رو ما انجام نمیدیم و بعد میبینیم که بچه میفته رو غلطک، مثل اون بذری میشه که مسیر رشد خودش رو به راحتی میتونه، حالا نه به راحتی، اون راحتی منظورم ممکن همراه با چالشایی باشه، اما میتونه به بهترین شکل ممکن طی کنه. در مورد منتالایز کردن فکر کنم حالا همین مثالی که زدم تا حدود زیاد این بحث رو روشن کرده. انشاءالله تو فرصت‌های بعدی باز من این بیشتر باز میکنم خدمتتون. خب در پایان ما همونطور که خلاصه جلساتمون رو گفتیم این بود که ما دنبال یه مدلی هستیم که این مدل بتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن هم با نگاه پیشگیرانه هم با نگاه درمان بتونه مشکلات کودکان رو حل کنه و مادران رو از سردرگمی، از اضطراب‌های شدیدی که نسبت به مشکلات بچه‌هاشون دارن نجات بده. بنابراین من اومدم ویژگی‌های مدل یک پارچه کوتاه مدت رو اینجا خدمتتون میگم، عناوینش رو میخونم، باز اگر توضیحاتی لازم باشه خدمتتون میگم که به نظر میرسه من چون خودم بر اساس این مدل کار میکنم میتونم بگم که اکثر کودکان بین 1 تا 6-7 جلسه کاملا درمان میشن و بعضی از اختلالات که این مقدار شدیدتره، چون میدونید حالا درمان هم به خود درمانگر هم به والدین هم به فضای درمان خیلی مرتبطه، ممکنه که جلسات بیشتری وجوده و بالای 90% 95% از مسائل بچه‌ها در هر شدتی که باشن درمان میشن، کامل درمان میشن. پس ویژگی مدل یک پارچه نگر اینه که بر جنبه‌های پیشگیرانه در کنار جنبه‌های درمانی تمرکز داره، سبب شناسی زیستی، روانی، اجتماعی رو در نظر میگیره، نگاه رشد محورانه، سیستمی، رابطه محور و ریشه محور به خانواده، کودک و مسائل روانشناختیش داره. نکته مهم، درمان اساساً متمرکز بر رابطه والدین با کودکه. یه جمله یالوم داره که میگه که البته قریب به این مضمون، حالا شاید دقیقاً این نباشه، که میگه انسان در رابطه بیمار میشه و در رابطه درمان پیدا میکنه یا شفا پیدا میکنه و اینو به این شکل گفتم که کودک در رابطه بیمار میشه و در رابطه درمان میشه. یعنی انگار بر اساس اون الگوهای ناکارآمد والد فرزندی بیمار میشه یا اون علائم رو نشون میده و وقتی که اون الگوها اصلاح میشه بچه درمان میشه. رابطه والد کودک رو ما میتونیم بر اساس ترس‌های بین‌نسلی، الگوهای ناکارآمد، اون نیازهاش، اون مشکلات سیستمی بررسی کنیم و حتی اگر لازم باشه سبک زندگی ناسالم. شناسایی ترس‌های بین‌نسلی والدین و کاهش آن که نمونم خدمتتون مثال زدم کمک شایانی به فرآیند درمان میکنه. یعنی اینکه زمانی که مشکل انگار از اینجاست، گاهی وقتا که مادر خودش رو از کودک متمایز نکرده. ارتباط کودک و استفاده از بازی بیشتر جنبه مشاهده و درک است. یعنی ما برای تشخیص، برای تو این مدل چون کوتاه مدت هست ما خیلی کودک رو وارد فرآیندهای اساسی درمان نمی‌کنیم، بیشتر با کودک تعامل از جنبه تشخیص این که ببینیم مشکل چجوری ایجاد شده، بازی‌هایی که مثلا ما والد فرزند انجام میدن و متوجه بشیم که نحوه تعاملشون چجوریه، بیشتر از این منظر به کودک نگاه میشه. یکی از فوق‌العاده‌ترین مزایای این مدل کوتاه مدت بودنشه. گفتم که بین 1 تا 6 جلسه برای مشکلات خفیف و متوسط، نهایتاً 8 جلسه، ولی اکثرا تا 5 جلسه 6 جلسه درمان میشن. برای مشکلات شدیدتر یه مقدار زمان بیشتر. و یکی از مفروضات درمان کوتاه مدت همونطور که دوستان استحضار دارید اینه که قبلا اینکه درمانی بلند مدت بود، مثلا درمانای روانکاوی یه جورایی خیلی یه حسن محسوب میشد، یه چجوری بگم، یه افتخار محسوب میشد. اما الان دنیا رفته به سمت درمانهای کوتاه مدت و به نظر من، نظر شخصی من اینه که درمانی که در کوتاه‌ترین زمان بتونه بیشترین پتانسیل رو برای درمان مراجعه داشته باشه، اون درمان از دید من خیلی ارزشمندتر از درمان‌هایی هستش که خب طولانی مدت باشن و مراجع مجبور باشه ماه‌ها و سال‌ها درگیر درمان بشه. و یکی از مهمترین مفروضات درمان کوتاه مدت اینه که ما فکر می‌کنیم اگه هر چقدر مشکل شدیدتر لزوماً این که باید جلسه درمان خیلی بیشتر باشه. نه، گاهی وقتا شما میتونید اگر آیتم خلاقیت که الان براتون توضیح میدم تو چاشنی درمانتون کنید، حتی مسائل خیلی شدید رو در جلسات کوتاه‌تری درمان کنید.
درمانگر تو این مدل نگاه مشفقانه و همدلانه به والد و کودک دارد و بخش کودک والدین، یعنی من خیلی وقت خودم نگاه میکنم به اینکه اون والد یه کودکی در درونش داره، یه ترس‌های بین نسلی رو داره به خودش حمل میکنه و وقتی به اون بخش همدلی میکنم میبینم که چقدر مادر رها میشه از اون ترس‌ها. نکته مهم دیگه تو این مدل انعطاف پذیری و خلاقیت درمانگره و استفاده از منابع مراجع. دوستان، تمثیل، استعاره و تشبیه به شدت به درمان کمک میکنه. من اعتقادم اینه که اولا شما وقتی که توی این مدل ها کار میکنید خود به خود خلاق میشید، چون این درمان دست درمانگر رو باز میذاره، چون پروتکل محور نیست. گاهی وقتا من خودم کلماتی رو تو درمان به کار میبرم که اصلا نمیدونم، قبلا نه جایی شنیده نه جایی دیده بودم. میبینم که خاصیت این درمان اینه که ما رو خلاق تر میکنه. و گاهی وقتا دوستان یک استعاره، یک تمثیل که شما به کار میبرید کار 10 تا جلسه رو میکنه. من به دانشجوهای وقتی میگم یه استعاره قشنگ میتونه کار 6 جلسه 7 جلسه شناخت درمانی رو انجام بده. چرا؟ چه ویژگی داره تمثیل، استعاره و تشبیه که میتونه انقدر سریع اثرگذار باشه روی مراجع؟ مهمترین ویژگیش چیه به نظرتون؟ مهمترین بخشش گارد نمیگیرن. بچه‌ها دوستان، وقتی شما از اینها استفاده میکنید روی استعاره، روی ناخودآگاه مراجع تاثیر میذاره. وقتی من با دو تا واژه میتونم، با دو تا جمله میتونم بگم از امروز با بچه‌ت اینجوری صحبت نکن. میتونم از به مراجع بگم که گاهی مثلا من خودم از مراجع مثال ها رو میگم که مثلا اگر فرض کن همسر تو بیاد اینجا و به قضا این شکلی اون شکلی گیر بده، تو اسم اینو چی میذاری؟ مثلا یه والدی میگه که همون مثلا فرض کن ذره‌بین. خب کلمه ذره‌بین میتونه روی ناخودآگاه مراجع تاثیر بذاره. ناخودآگاه مراجع اون رو میگه که آها پس منم دارم با ذره‌بین دست گرفتم و بچه‌مو دارم اینجوری کنترلش میکنم. که من یه سری از اینها رو جمع آوری کردم در مورد کودک که فکر میکنم که میتونه خیلی وقتا بیشتر از اون سخنرانی‌ها و توضیحاتی که ما تو جلسه میدیم، این استعاره و تمثیل‌ها ذهن مادر رو سریع برسونه به اون مطلبی که بتونه بچه‌ش رو بهتر درک کنه. یا تو خانواده درمانی سیستم و فنون ازدادی داریم که حالا سردمدارش میلتون اریکسون و جی هیلی مینوچین هستن که اونا از تو فرآیند درمان استفاده میشن. و آخرین نکته هم که با این مدل بیش از 90% از مشکلات کودکان حل میشه. خب تایم ما به پایان رسید. این مدلی که من آخر گفتم خدمتتون رو من تو درمان کودک استفاده میکنم. امیدوارم که مباحث این جلسه کمکتون کرده باشه و حالا یه بینشی رو بهتون اضافه کرده باشه. در مورد این مدل من انشاءالله اسفند ماه یک دوره‌ای رو میخوام بذارم در حد 24-5 ساعت. اگر دوستانی دوست داشتن که تو این دوره شرکت کنن میتونن دوره رو ثبت نام کنن. البته بعدش ما سوپرویژن داریم، ولی مقدمه شروع این دوره، ببخشید شرکت در سوپرویژن اینه که شما تو این دوره شرکت کنید و اون مفاهیم رو که امروز خدمتون گفتم قطعا ما با گستردگی و بسط بیشتری میگیم و در نهایت امیدوارم که روزی برسه که ما کمترین میزان مشکلات رو در کودکان نه تنها سرزمین خودمون بلکه همه کودکان دنیا داشته باشیم. آقای محمدی، من کارم تموم شد. ممنونم از آقای محمدی هم که زحمت این جلسه رو بر عهده گرفتن. در خدمتتون هستم. ممنون، متشکرم. سلامت باشید. خواهش می‌کنم.
انشالله. انشالله. ممنونم از زحمات شما، متشکرم آقای محمدی. از دوستان عزیز هم خداحافظی میکنم و شب خوشی رو براتون آرزو دارم. موفق باشین. خدا نگهدار.